برنامه ضبط میشه و امکان داره، یعنی معلوم نیست و امکان داره که در یوتیوب نشر شود. بنابراین ما از شما تقاضا میکنیم که کامرایتان خاموش باشه. بسیار تشکر و سلام به شما آقای مجتبی. تشکر که دعوت ما را قبول کردین و امشب حضور دارین در اینجا. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که شما و همه تیمتان بخیر باشین. پیش از اینکه صحبت ها رو شروع کنیم، صدای ما خو به شکل صحیح میاد؟ بله ها، ما صداتان داریم. صحیح. خب پیش از همه، پیش از اینکه معلومات درباره دانشگاه البخاری شروع کنم، نام من که هستم مجتبی امین است، از ولایت وردگ هستم. در سال 2020 به مالزیا آمدم و رشته که تکمیل کردم در بخش لیسانس، بخش میدیا کمیونیکیشن بوده و بعد از او که بود بخش ماستری رم چیز کم تکمیل است، اما در 3 یا 4 ماه دیگه ان شاء الله بخیر تکمیل میشه. و در ای آیو که است در بخش مارکتینگ البخاری خودشان هم چیز کم 1 یا 2 سال میشه که امرشان کمک میکنم و یک بریف اینترودکشن درباره ما بوده و شکلی که میخوایم که برنامه را داشته اگر فاطمه امرای ما موافق باشن، کوشش میکنیم که اول بسیاری تو بک‌گراند انفورمیشن درباره پانتون یا دانشگاه البخاری بدهیم، به خاطر که زیاترین مردم که هست تنها پانتون البخاری را به شکل اسکالرشیپ بلد هستن، اما که خود پانتون درباره چی هستن بلد نیستن و میخوایم که اول درباره زمینه کمی معلومات بدهیم و بعد از او که هست کوشش میکنیم که زیاترین بخش وبینار خود امروز با سوالات بدهیم که به خاطر که عموما شاگردایی که در آینده میخواین که بیان، یعنی زیاتر وقت یا سوالات زیاد داره نسبتا به این که ما معلومات باشم بدهیم. نو ان شاء الله بخیر وقت زیاد به سوالات میدهیم، چون که نمبرم چیز کم 97 نفر هستن. نو ان شاء الله که به همگی وقت برسه. چطور امو صحیح است فاطمه یا شما فرمت خود دارین؟ بله مشکل نیست، میتونیم که شروع کنیم. خب ما یک اسلاید است امورم رایتون شریک میسازم. این اسلاید که هست، این اسلاید ما در 2024 ما به زمانی که امرای دیگه شاگردان ما میخواستیم که در پانتون البخاری بیار میشن، ما این اسلاید برابر کرده بودیم، یعنی ماجور کرده بودیم. بعضی انفورمیشن ها که هست تغییر نخورده و بعضی انفورمیشن ها که هست تغییر خورده. نو ان شاء الله یک به یک میریم. اگر فرض مثال کسایی که سوال دارن میتونن که سوالای خود در بخش چت باکس یا هم میتونن که امرای خود نوشته کنین و ان شاء الله باز آخر برنامه میتونیم که او را جواب بدیم. پانتون البخاری که هست در ولایتی که در نزدیکای پرلیس هست موقع داره و این پانتون که هست از طریق فاوندر که نامش البخاری هست، سید البخاری هست و ایشان یکی از مسلم ملی بیلیونر ها میاد در مالزیا که یکی از و فند که شاگردا دریافت میکنه و یا هم فرض به شاگردا که فند ماهانه یا هم فند نمی 3 سال یا 4 سال داده میشه یا کارشان نمی فشن البخاری تایید میشه. داستان پانتون البخاری بسیار خلاص و بسیار یعنی واضح است که این بورسیه و این پانتون اولین هدفش هم اینمی بوده که و تأسیس شده که بتونه شاگردا را از ولایت‌های از کشورهای گوناگون از مختلف کشورها شاگردا را اینجا بیاره. کسایی اینجا قبول میشه یا فرض مثال اینجا میخواین کسایی هستن که نمیتونه که با یعنی فرض مثال با تحصیلات عالی دسترسی داشته باشه. کوشش پانتون البخاری دینمی است که بتونه تا که میتونه با مو نمبر که از یک کشور هر سال که یک نمبر ما داشته باشیم اون مور از کشورهای مختلف بیاریم و در اینجا با 3 یا 4 سال باشن تدریس بدهیم. در پانتون البخاری که است شاگرد یعنی بدون که بعضی فیس ها را ان شاء الله که داخل باز میگم بعضی فیس ها را که شاگرد پی میکنه و لحاظا بعضی فیس ها را است که شاگرد باید در نظر بگیره و بعضی فیس ها را که است پانتون از خودشان در نظر میگیره. ماموریت چانسلرشان که است اگر شما امرایشان بلد باشین پروفسور محمد یونس هستن. ایشان یکی از برنده جایزه نوبل هستن که در سال 2007 بوده و نو ایشان دولت بنگلادش پیش میبره و پرو چانسلر ما که هست سنیبل ویلیام هستن که یکی از چهره های مشهور
رگبی است. چیز کم 2 سال 2 دفعه چمپیونز بوده، چمپیون رگبی بوده و ایشان که است به شکل پرو چانسلر است. در پانتونی که است ما 5A کور ولیو داریم که 5A کور ولیو که است ای اساس پانتون است. اساس پانتونی مانا داره که اینمی پانتون به اینمی بنیاد جور شده که شاگردان نه تنها در اینجا که است با نمو CGPA اکادمیک یا فارغ میشه یا هم با فرض مثال نمو 5A که است نمو عقیده داریم، اخلاق داریم، ادب داریم، امانت داریم، عملا. اینمی 5 تا قانون است که پانتون البخاری تأسیس شده و ایشان که فرض زمانی که شاگرد را یعنی گریجویت میکنه یا فارغ میکنه اینی چیزا را یعنی شاگرد امرای خود یک جای میبره. اگر فرض مثال او به تحصیلات عالی باشه یعنی بخش ماستری یا پی اچ دی باشه یا هم با کار باشه، یعنی نه تنها پانتون البخاری که شاگرد در بخش اکادمیک پیش میبره، مزی از نگاه های دیگه هم میاره پیش میبره، از نگاه عقیده است، از اخلاق است، از ادب است، عملا است و از دیگه بخش است. و اینجا که است دانش ها عموما در پانتون البخاری برای فعلا که است چیز کم 1700 شاگرد داریم. به نظر در دیتای 2025 که بود چیز کم 1700 شاگرد داریم. از 65 کشور بالا است که الحمدلله با کشورها تقریبا تا 68 کشور هم رسیده. یعنی این کشور 68 کشور که است از کشورهای مختلف است و زیادترینشان که است از کشورهای افریقایی می باشند. یعنی شما باید شاگرد چرا باید پانتون البخاری را یعنی با تحصیلات عالی خود برگزیده؟ دلیل اولش که این است که پانتون اسکالرشیپ است، شاگردان اسکالرشیپ میدهد، یعنی بخش تحصیلاتشان مکمل فند است. بعض مصارفات است که شاگرد باید خود نظر بگیره و بعد مصارفات است پانتون خودش در نظر میگیره. از نگاه تعلیم که بگین بسیار به شکل بالا است، از نگاه تعلیم، از نگاه ماحول، از نگاه شاگردان که در اینجا از کشورهای مختلف میآورد، یعنی به شکل بسیار بالا است. از این خاطر است که بخش اکادمیکی پانتون بسیار به شکل خوب و استاندارد جور شدن. برنامه هایی که ما داریم، ما می‌خوایم که دی بخش وبسایت پانتون هم براتون پیش ببرم، به خاطر که بعض برنامه در این اسلاید که هست ما آپدیت نکردیم، به خاطر که اسلاید که بود سال 2024 مجبور کرده بودم، به خاطر که وقت ما شاگرد افغان کم داشتیم، کمپین می‌کردیم که شاگردای افغان زیاد بره. در اینجا که هست ما فاندیشن استادیز داریم. من فاندیشن استادیز به کشورهایی است که و از صنف تا صنف در داره و الحمدلله از ما که هست تا صنف 12 را داریم. یعنی ما به شاگردای افغان که هست به بخش فاندیشن استادیز که هست یعنی واجد شرایط نیستن. اگر شاگرد افغان اپلای میکنه با پانتون البخاری، ایشان که هست با برنامه هایی که در لیسانس ما داریم به این برنامه های انتخاب میشوند. اما شاگردای هستن که فرض چی ندارن، زبان های انگلیسی آیلتس و توفل ندارن، در اون صورت که هست ما برنامه 5 ماهه 8 ماهه و 9 ماهه را به زبان انگلیسی داریم که ایشان تحت نمو برنامه پیش میرن، زبان انگلیسی را درس میخوانن. زمانی که درس انگلیسیشان دورهشان تکمیل شدن بعد از او امتحان میتن. زمانی که امتحان دادن یک سکور است، ای فاند بیزنس اکونومیک یا که است هر برنامه در پانتون البخاری که است از خود یک سکور می داشته باشه، سکور انگلیسی می داشته باشه، اگر توفل باشه، اگر آیلتس داشته باشه. نو از اینی است که این دیتا بسیار مهم است که شاگرد زمان یا 5 ماه یا 7 ماه یا 8 ماه یا 9 ماه برنامه انگلیسی را در پانتون میگیره. یعنی ضرورت است که شاگرد نمو بند که است یا نمو سکور انگلیسی را باید دریافت کنه تا که واجد شرایط شه، واجد برنامه شه. اگر فرض مثال شاگرد نتوانسته که در ظرف 5 یا 6 ماه که اول خود از افغانا کیس ما نداشتیم تا ولی که یعنی همه شاگردای افغان که در اینجا آمده با برنامه 5 یا 6 ماه در پیش رفتن تکمیل کرده و بسیار به نمرات بالا یعنی تکمیل کرده نسبتا الحمدلله از دیگه کشورها کرده. عموما شاگردای افغان که است بسیار نه به شکل بسیار خوب پیش میره در پانتون و نام خوبم داره. این برنامه ها را داریم. بخش بیزنس است که در بخش بیزنس که است ما بیزنس ادمنستریشن داریم که نمو بی بی ای است، مارکتینگ است، هیومن ریسورس منیجمنت است و سوشال دیولپمنت است. و بعض برنامه های در بخش اکونومیک ما فایننس هم داریم. در بخش سوشال ساینس که است سوشال دیولپمنت داریم و برنامه پالیتیک اند اینترنشنال ریلیشنشیپ داریم، اینترنشنال ریلیشنز داریم و اینجا بخش که است بخش ادویکیشن هم ما داریم.
یک مسئله دیگه است که این را باید واضح شود. در پانتون البخاری که است ما 3 دانه اسکول داریم. این 3 دانه اسکول که است برنامه‌های مختلف تدریس می‌دهد. اسکول اول که است اسکول اف بیزنس برش میگم که اسکول اف بیزنس که است عموما شاگردایی که نمی بخش اکونومیک فایننس که است و این بعض مضامینایی که مربوط به بیزنس میشه کلشان تدریس میشه. اسکول اف ایژوکیشن که است اسکول اف ایژوکیشن که است برنامه‌های الیمنتری است، برنامه‌های ارلی چایلد است و برنامه‌های میدیا کمیونیکیشن است. و اسکول بعدی که اسکول سوم که است او به نام کامپیوتر ساینس است که در بخش کامپیوتر ساینس که است ما برنامه‌های کامپیوتر ساینس داریم، بچلر این کامپیوتر ساینس داریم و بچلر این دیتا ساینس داریم. و 30 کلاب چی است؟ 30 کلاب یک برنامه است که دانشگاه البخاری یعنی فوکسشان بسیار زیاد است. 30 معنای زیرو داره که 0 نت کربن است، 0 نت کربن ایمیج است، 0 پاورتی است و 0 ایژوکیشن است. فرض مثال اینمی کوشش میکنیم که یعنی 30 را ما در پانتون به بسیار به شکل سیریس گرفتیم. یعنی هر نوع شاگرد که در این جمعیه از اینمی پیش میره برنامه را که است در ما کلاب ها داریم که چیز کم از 15-16 دانه کلاب هم زیاد داریم شاگردا، یعنی در یک کلاب ها جوین میشه و یا فرض مثال از خود یک کلاب جور میکنه در اینجا و برنامه هایی که از طریق شاگرد جور میشه. فرض مثال بعضی پروداکت ها واره است، پروداکت یعنی شاگرد از امرای دیگه یک تیم جور میکنه، امرای دیگه شاگردای دیگه کشورها را میخواد که یک پروداکت جور کنه و او را به فروش برسانه و اینجا است که شاگرد باز از طریق 30 کلاب که است و ترینینگ میشه. زمانی که ترینینگ شده با یا کلاب جور میشه، زمانی که کلاب برشان جور شده یا میتونه که پروداکت خود به فروش برسانه. و 30 که است ما زیر ولت کانسنتریشن داریم که تمرکز ثروت است با که و 0 unemployment است که بیکاری 0 است و 0 net carbon emission است که انتشار خالص کربن 0 است. ثبت نام در دانشگاه البخاری 4 مرحله ضروری هستند. یعنی شما 4 مرحله بسیار ضروری است که اینا هر کس هر شاگردی که آینده میخواد که به کشور مالزیا یا به پانتون البخاری اپلای کنه این چیزا را باید در نظر بگیره. اولشون که است قبل از درخواست پذیرش داوطلبان درخواست میکنیم که برنامه‌هایی را که ما ارائه میدهیم بررسی کنند. سپس فرم آنلاین موجود در وبسایت البخاری را خانه‌پوری و درخواست کامل را ارسال کنند. لطفاً قبل از درخواست کاربر راهنمایی به دقت دانلود مطالعه کنید. قبل از شروع با پر کردن فرم درخواستان مدارک زیر را قبل کپی در نظر بگیرید که عکس شهادتنامه‌تان هستند، عکس تذکره والدینتان هستند، از پدر یا مادرتان و از خودتان هم است تذکره. در اونجا بعد زمانی که در اپلیکیشن شما جوین شوین یا رجیستر کنین اولین چیزی که از پشتان میخواد نامتان است. کوشش کنین که سپلینگ نامتان همراه سپلینگ شهادتنامه و پاسپورتتان که است یکسان باشه. به خاطر که زیادترین شاگردا که است عموما این بخش افغانا که است مزیدترین کیس ها را داشتیم که نامی که شاگرد اپلیکیشن ای نوشته کرده امرای پاسپورت نمبر که است و یکسان نیست. اینی که است این برای در اول شاگرد فکر نمیکنه که شاید مشکل باشه و اما این زمانی که امیگریشن کشور مالزیا وقتی که ویزا الکترونیکال ویزا رو براتون ایشو میکنه در اونجا براتون مشکل پیدا میکنه به خاطر که چیزی که شما پر کردین در اپلیکیشن البخاری اینی چیزی که است ما به بخش امیگریشن ارسال میکنیم. از اون لحاظ است که بسیار مهم است که نامتان است، نام آیدی نمبرتان است، نمبر پاسپورتتان که است اونو بسیار مهم است و پلوی از که است ایمیل تان است. این سه چیزا که است بسیار در نظر بگیرن و کوشش کنن که این چیزا را به شکل بسیار درست در خانه‌پوری کنن. پلوی از که است شهادتنامه تان است بسیار مهم است. پلوی شهادتنامه تان که است پاسپورت تان است و تذکره والدینتان است از پدر و مادرتان هر دویشان. و سوم که است اگر فرض مثال شما در کدام کورس انگلیسی رفته باشین یا کدام برنامه‌های آنلاین اپلای کرده باشین شما میتونید سرتیفیکیتشون هم اونجا اپلود کنین. و آخرینشان که است عکس خانه‌تان، عکس اتاقتان میه، اما اتاقی که فرض مثال لیوینگ روم میه، پلوی از که است آشپزخانه و حولیتان. این سه چیزا ضرورت داره که این سه چیزا شما باید اونجا بندازین. و یک اسناد دیگه هم که است
اگر فرض مثال کسایی که پدرشان کار میکنه ضرور است که اونمو یک استیتمنت داشته باشن که فرض مثال پدر مدنی جای کار میکنه و عاید ماهانهشان از $300 باید زیاد نباشد. اگر $300 زیاد باشد در اون صورت امکانش بسیار کم است که شاگرد قبول شود. و اگر فرض مثال از کسایی که پدرشان وفات کرده باشند و مادرشان اگر کار میکنه مشکل نداره از مادرشان، و اگر فرض مثال مادرشان کار نمیکنه یا هم پدرشان و مادرشان کردویشان کار نمیکنه، در اون صورت که از ناحیه تان باید یک ورق گرفته شود که در اونجا تضمین شده باشه که اینمی فرض مثال نام پدرتان اینمی شخص ما میشناسیم در این منطقه زندگی میکنه و ایرا ما شهادت میدهیم که کار ندارن و مصارف خانهشان که هستن مصارف خانهشان از $300 کم هستن. یعنی اون یک استیتمنت واری است که با پانتون نشان داده باشه. و استپ دومی که است ارزیابی مدرک های تحصیلیتان است که فرض مثال زمانی که شما اپلیکیشنتان تکمیل کردین پانتون مکمل داکومنتاتون چک میکنه و بعضی وقت که هست شهادتنامه و بعضی فیک هم میباشن که ما سالهای گذشته ما او را ترک کرده بودیم. زیاترین اپلیکیشن ها ریجکت هم از خانه رونمو شدن که بعضی وقت شاگردها کوشش میکنن که اونجا تغییرات بیارن. اون تغییرات باعث شده که شاگردها یعنی نتوانسته که اپلیکیشن یا اسکالرشیپ البخاری دریافت کنن. سوم که هست ارزیابی روند بورسی هست که عموما زمانی که اگر شاگرد استپ ما اینجا تقریبا 7 استپ داریم. استپ اول که است شاگرد اپلای میکنه، خود رجیستر میکنه در اپلیکیشن. استپ دومی که است اسنادهای شما مکمل دیده میشه. در استپ سومی که است اسکول شما رو فرض مثال زمانی که شاگرد با اون اسکول که اپلای کرده فرض با رشته تون که اپلای کردین اون رشته را شاگرد از طریق اون اسکول یا مو دپارتمنت او تعقیب میشود. استپ چهارم که است فرض مثال دینمی سه استپ شما قبول شدین. استپ چهارم که است برای شما یک لینک اینترویو ارسال میشه که اون اینترویو که است از بخش اسکالرشیپ است و اسکالرشیپ که است اینترویو را به زبان انگلیسی از اول تا آخر که است کوشش کنید که به زبان انگلیسی و مکمل سوالاتشان جواب بدهید. و استپ پنجمشان که است زمانی که شما آفر دریافت کردین شما باید در اونجا مکمل معلومات براتون نشته کرده. اگر شما با بخش انگلیسی میرفتین یا هم با مستقیما با بخش دیگری زمانی که آفر دریافت کردین باز یک مقدار پیمنت است که شما اون پیمنت پیسه را باید با مو ویزیت و رجیستریشن تان ارسال کنید. زمانی که ارسال شد با استپ آخری که است الکترونیکال ویزا براتون ارسال میشه از وبسایت امیگریشن مالزیا. بعد از شما میتونین که اراده کنین طرف آمدن طرف مالزیا. و بورسیه که است بورسیه خوری که است 4 دانه یعنی پیش از این که گفته بودیم 4 دانه مراحل دارن. مراحلش اول که است شاگردان سن از طریق سن که بگیم سن که است از 17 سالگی تا 20 سالگی را قبول میکنیم. برای فعلا سال گذشته که بود شاگردان را از سن 18 سالگی تا 22 اما برای فعلا که است سن که است از 17 تا 20 قبول میکنیم و عاید خانواده‌تون که باشه از $300 زیاد نباشه یعنی از اون کمتر باشه و سی جی پی ای شهادتنامه‌تون که است از 2.80 پایین است. اگر کوشش میکنین که بفهمین که شما از 2.80 به بالا است می کالکولیشن را در اینترنت بزنین براتون میکشه که فرض اون ما چی داریم شهادتنامه اون فیصدی داریم. اون فیصدی را براتون ضرب میزنه که براتون معلوم میکنه که در فرموله سی جی پی ای فیصدی شما که است سی جی پی شما 2.8 به بالا میاد یا به پایین میاد. از بخش ارزیابی اسکالرشیپ ما گفتم زمانی که شما اینترویو اسکالرشیپ دریافت کردین در اینجا 3 سوال از پیشون یا 4 سوال پرسان میشه. ارزیابی اولتون که است برای وضعیت اقتصادیتون که هستن براتون پرسان میکنن که چرا باید پانتون البخاریان و البخاری فاندیشن شما را باید فند کنه یعنی شما را به اسکالرشیپ به شما بدهد یعنی 40% هستن. و مهارت های ارتباطیتون که مهارت هایی که فرض مثال مو بخش مضمونه که یا هم در رشته که اپلای میکنه در مو باره پرسان میشن. او شخصیتتون هستن که میخواین که فرض مثل زمانی که شما ای لیسانس تکمیل کردین یعنی فارغ شدین شما میخواین که چی خواهد شوین پلانتون چی هستن و 15% آخرتون که هست دفاع از بنیه شخصیتون هستن. همین معلومات را که شما در اسکالرشیپ نشته میکنین در اپلیکیشنتان کوشش کنین که معلومات را که شما در بخش اپلیکیشن نشته میکنین زمانی که اینترویو دریافت کردین دو ایده مختلف نباشه. یعنی چیزی که نشته کردین در اپلیکیشن کوشش کنین که اون چیزا رو شما پس دیفند کنین که این چیزا رو ما نشته کردیم
و نمو میخوایم، یعنی بو چیزا است که ما را باید واجد شرایط این بورسیه بسازم. روند سوم که است مصاحبه حضوری است از طریق آنلاین که بر شما ایمیل ارسال میشه. شما از طریق ایمیل با بورسیه اینترویو میدهین. زمانی که اینترویو دریافت کردین براتون اپدیت میده که آیا شما قبول شدین یا قبول نشدین. و آخرشون درخواست بورسیه است که کمیته بورسیه براتون یک ایمیل در ارسال میکنه که شما تونستین که به بورسیه البخاری کامیاب شدین. و این بعضی از تصدیق نامه های مسئولین افغان است که خود ما در بخش استراس هستم که به سال 2020 آمدم. رشته بچلر خود و رشته ماستری خودم در اینجا تکمیل کردم. ما چیز کم 2 سال میشه که در بخش مارکتینگ مرای پانتون پیش میبرم. و پلی از که است ملکه امیری هستم. ملکه امیری از سال 2024 فارغ شد. به نظرم 24 بود یا 25 بوده. سال گذشته 2025 فارغ شد. یعنی سبزه ایشان در سال 2025 که این سال گذشته بودن فارغ شدن از بخش کامپیوتر ساینس که با نمرات بسیار بالا فارغ شدن و ایشان نو به نظرم به ماستری دیگه شان اپلای کردن. سوالات معمول که است جترین سوالا که نه تنها اپلیکیشن های افغان ما و بلکه از دیگه کشورها هم پرسان میکنه. اول که است اسناد مورد نیاز که است مدرک است، کپی اصلی پاسپورتتان است، کارت شناسایی شما است، کپی اصلی شهادتنامه تان است که او لیول. زمانی که شهادتنامه شما به زبان انگلیسی نوشته نشده باشد او را به زبان انگلیسی ترجمه کنین. بعد از شما او را در وبسایت یا در اپلیکیشن تان اپلود کنین. نه تنها شهادتنامه بلکه هم دو داکومنت ها شما اگر میخواین که در اپلیکیشن سابمیت کنین کوشش کنین و کلش ترجمه به انگلیسی کنین، به خاطر که او باز آسان میشه. نفرایی که شما را اپلیکیشن شما را ترک میکنه یا هم یعنی پیش میبره و به زبان های نه فارسی بلد است نه پشتو بلد است، فقط و زبان انگلیسی و زبان خودشان بلد است. یعنی کوشش کنین که نمیسماس چیزای خرد که هستن اینا را در نظر بگیرین و کوشش کنین که اینی چیزا نتونه که با شما را اپلیکیشن شما را ریجکت نشه. و کپی اصلی نمرات تحصیلی نمرات 3 سالتان است. شهادتنامه نمرات تحصیلیتان است. زمانی که نمرات تحصیلی شما به زبان انگلیسی نوشته نشده باشد و را ترجمه کنید. کپی اصلی پاسپورتتان است که پیشترم گفتم. مدارک اصلی درآمد والدینتان است. اینی بس شاگردا پرسان میکنن که چرا، یا پرسان میکنن که والدین ما کار میکنه یا کار نمیکنه، این مربوط پانتون چرا میشه. یعنی به خاطر که از یا رنج پرسان میکنه که آیا این شاگرد که هست زمانی که ما قبول میکنیم آیا این شاگرد یعنی واجد شرایط است یا نه. به خاطر که زیاد شاگردا بر ما اپلای میکنه. ما میبینیم کسایی رو تنها اینجا قبول میکنیم کسایی که واجد شرایط باشن. کپی اصلی بیل برق است که پیشتر از یادم رفته بود و از بیل برق است اون رو هم اپلود کنید اونجا. اگه او بیل برق به زبان انگلیسی به نظر نیست مشکل نداره، اون رو شما اپلود کردن میتونین. و عکس حولی خانه تان است که منطقه بیرون اتاق نشیمن است و آشپزخانه. شرایط پذیرش بورسیه که است سن پیشتر که گفتم ای از سن 18 تا 22 سال که است، ای برای فلان قبول نمیشه. برای فلان که از 17 سالگی تا 20 سالگی است. این سلایدر که من سال 2024 جور کرده بودم. و دیگه بعض رشته های دیگه که ما پیش میبریم و پلی از که است میخوایم که براتون بخش چیرم براتون نشان بدم. بخش وبسایت خود پانتون. شما میتونین که نمی بخش زمانی که شما میخواستین که اپلای کنین چطور میتونین که نمی وبسایت پانتون دسترسی داشته باشین. شما در اینجا فرض مثال زمانی که با دینمی ایمیل آدرس آمدین www.aiu.edu.my در اینجا که آمدین شما فرض در اینجا بیان اگر میخواین که ببینین که آیا شما واجد شرایط هستین یا نه. زمانی که در اینجا آمدین در اینجا همه معلومات نوشته کردیم، یعنی کدام داکومنت فرض مثال شما ضرورت دارین که باید اپلود کنین و ریکوایرمنت شما چی هست. فرض مثال کدام از سینما که گفتم از 17 تا 20 است. ای اول که است لوکال اپلیکیشن تنها به مالزی است و بخش دوم که است تنها به اینترنشنال است که افغانستان هم یکی از مو ریکوایرمنت میه. و از اینجا شما میتونید که مکمل اپلیکیشن خود یعنی داکومنت هایتون رو چک کنین و کجا شما میتونین که اپلای کنین.
زمانی که شما در وبسایت آمدین در نیمی بخش admissions and application در این بخش شما بیاین و میتونین که در اینجا زمانی که اپلای ناو زدین در اینجا اپلیکیشن خود رجیستر کنه. زمانی که اپلیکیشن خود رجیستر ساختین شما میتونین که با استپ های دیگه پیش ببرین. اینی معلومات بوده برای پنتون. کوشش میکنیم که با هر یک سوال شما وقت بدهیم. اگر کسی سوال داره یک به یک ان شاء الله میتونیم که سوالاتشون رو جواب بدیم. بخیر باشین. بله بسیار تشکر شما از اینکه توضیح دادین. فقط اینجا یک سوال است که بسیار مردم پرسان کردن در چت باکس و که سوال قبل هم موضوع بوده که فکر میکنم پارسال بود یا سال قبلش بود که گفته بودن دختر افغان میتونن تا 24 سالگی اپلای کنن، اما برای بچه‌ها که 3 سال تا 20 سالگی شده. آیا گپ راست است یا نه؟ من برای فلان که است از 17 تا 20 که است به هم است، هم به دخترهای افغان که است و هم به بچه‌ها. برای فلان برداشتن از 17 تا 20 قبول میشن. یعنی تا 24 نیست برای دخترها؟ از اون نگاه زیاد معلومات ندارم، بخاطر که من خودم پرسان کرده بودم و تا به حالی که است از جایی که من خبر دارم و ما هم گفتم که شاگردایی که از هر کشور که باشه، اگه او افغانستان باشه یا کشورهای دیگه باشه، میتونه که از 17 تا 20 فلان واجد شرایط نشه. بخاطر که اگه یا فرض مثال سنشون 21 باشه یا 22 باشه، زمانی که اپلیکیشن یا پر میکنه، اگه مو تاریخ تولد خود که نشته کنه بزنه در اونجا برشان یک نوت میایه. اون دو نوتیفیکیشن که هست برشان میگه که شما یعنی سنتون بسیار بالاست، شما به اپلیکیشن یعنی واجد شرایط نیستین. از اون خاطر است. تشکر. به خاطر که همین اول این سال 2026 هسته یک دونه ایمیل پخش شده بوده که ایمیل بود از طرف خود پانتون البخاری که دختران میتونن تا سن 24 سالگی که اپلای کنن. بازم میتونن بدن براتون بفرستم. حالا نمیفهمم چقدر صحت داره. ما در ارسال کنین به خاطر که در اینجا بعض یعنی شاگردا هست، یعنی بعض شاگردا هست کوشش میکنه که به شکل های مختلف نامای خود پروموت کنه. بعضشان گفته که از 17 تا 24 است و ما خودم در اولا که بود 2 هفته گذشته بود که ما خودم به بعض شاگردا گفته بودم که از 17 تا 24 است و بعدن که از پنتون پرسان کردم میگه بر فلان که است تا از 17 تا 20 است. درست. بسیار تشکر شما. خب من طرف سوالات است. اول از خانم ملکه رضایی شروع میکنیم. بفرمایید سوالتون بپرسین. شاید به این خاطر باشه که چون پارسال یک دفعه بسیار زیاد اپلیکانت از افغانستان یک دفعه اپلای کرد، یعنی حتی داخل فکر میکنم آخرای ماه جون دیگه طرفای ماه جون کسته زیاد بود که اونا فکر میکنم یک دونه لینک به شریک کردن برای که دوباره اپلای کردن. و دوباره چی هست در اپلیکیشن های افغانا که هست برای فلان امروز تاریخ 17 جنوری 18 جنوری شد اینجا، یعنی از نسبتا به کشورهای دیگه یعنی اپلیکیشن های افغان که هست تا بسیار به شکل بسیار بالا داریم، یعنی به نمبر بسیار بالا. و سال گذشته سال گذشته نمیفهم که 1200 بود یا 1500 شاگرد ما یعنی اپلیکیشن هاشون ما داشتیم که از وقت تقریبا ما تنها یک سر چندشون ما قبول کردیم. بله بسیار تشکر. خب خانم ملکه بفرمایید سوالتون بپرسین. السلام علیکم، امید خوب صحتمند باشین. بخشین ما در سال 2024 اپلای کرده بودم و ایمیل اینترویو هم دریافت کردم. بعد از سپری کردن اینترویو بر من ایمیل آمد که ایمیل موتیویشن لیتر و عکس از نامه خونه چطور دوباره ریسند کنم و بعد از که ما اون رو البته کمی از تاریخش خیلی کمی گذاشته بود ریسند کردم، دوباره متاسفانه ریجکت شد و بعد از اون سال 2025 دوباره اپلیکیشن باز کردیم و تا هنوز تکمیل نکردیم. آیا من میتونم که او اپلیکیشن رو دوباره تکمیل کنم؟ یعنی چانسی دارم یا خیر؟ و دیگر این که سن ما که اگر از 17 تا 20 باشه خیلی شاید تعداد محدودی بتونه ثبت نام کنه. من درباره سوال اولتون که است ما از پیشان پرسان کردیم. ان شاءالله که معلومات در این هفته هم رای ما شریک میسازه به خاطر که صبح روز دوشنبه یا میتینگ داره درباره کسایی که در سالهای گذشته اپلای کرده آیا واجد شرایط هستن یا نه که دوباره اپلای کنن و اگر فرض مثال رو دوباره میخواین که اپلای کنن از ایمیل آدرس قبلی باید یا اپلای کنه یا هم ایمیل نو برشان باز کنه به خاطر که ما دیتابیس شما که پاسپورت نمبرتان، ایمیلتان و تلفن نمبرتان همه چیزا که استقبال دیتابیس ما هست و اگر فرض مثال شما میخواین که دوباره اپلیکیشن جور کنید مشکلات پیش بیان. نازنخ
که است باز ما امرای فاطمه امرای خود می نویسم این سواله او امرای فاطمه باز شریک می سازم یعنی قبول نشده آیا میتونن که به این سال اپلای کنه یعنی دی باره که هستم ان شاء الله معلومات مختصر با امرای فاطمه شریک میسازم ان شاء الله باز با امرایتون به شکل نوشتاری براتون میگم و دوم که است بخش سن سال که است برای فلان تا جایی که من خبر دارم موضوع معبد تا 20 قبول میکنه و از او بالا را نه بله پس ما اگر که این اپلیکیشن 2025 را تکمیل نکردیم در 2024 فقط اینترویو رو دریافت کردم در سال 2025 اپلیکیشن ناتکمیل مانده پس اگر امکانش بود بس ما از خودم احوال میگم شما اطلاع بتین که آیا او رو دوباره تکمیل کنم یا در سال 2026 جدید بر خود باز کنم. صحیح است این شده برای ما چی میکنم یک پرسان به خاطر که است زیاتر شاگردای دیگه هم مثالات پرسان که در هفته گذشته که ما اپلیکیشن های خود از سال گذشته داشتیم اما در این سال ما باید ایمیل های گذشته خود اپلای کنیم دوباره یا ایمیل های جدید دوباره اوزو که هستم ان شاء الله معلومات میگیرم باز امرتان شریک میسازم به خاطر که اگر ما از خود یک چیزی بگویم موضوع دمو سیستم یا پالیسی پانتون باشه باز یک شکل گنگ واره میمونه نه ان شاء الله امروز براتون معلومات میدم بخیر. بله تشکر. ببخشید یک سوال کوچیک دارم. نمیتونیم یک لینک ارتباطی با شما داشته باشیم ایمیلتان؟ ما ایمیل خودم رای فاطمه شریک ساختیم میتونیم که از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین. درست است تشکر بسیار. بخیر باشه. 2 ساعت خبر کنید باز ما در داخل گروه خود البخاری میگذارم من داخل گروه نیستم من لینک گروه در داخل گروه چت میگذارم در اینجا یک موضوع میخواستم بگویم ای که دخترایی که مکتب خلاص نکردن حتی حال کسن 21 ساله شدن یعنی تقریبا 6 سال الی 5 سال از 2021 میگذره و می خاطر ما خوشحال میشیم اگر شما در اونجا همین موضوع رو ذکر کنید در داخل جلسه که یگم تا موضوع هست چون دخترها حتی حال که صنف 10 مکتب بودن حالی 21 ساله شدن چه بیشتر کسایی که مثلا فهمتون خلاص کردن بازو شادنامه را داره یعنی یا شادنامه یا کدام مدارک های دیگر که فرض مثال او شاید بوده که فرض مثال این شاگردا فارغ شدن یا نه خیر بله خب همه شادنامه دارن صحیح در صورت باز مشکل ان شاء الله بله بریم طرف سوال بعدی از خانم دریا بفرمایید دریا مهرین سلام بر شما امیدوارم خوب باشین من چند سوال راجع به این اسکولارشیپ داشتم ما دمی مکتبای آنلاین خواندیم مکتب آنلاین که تیباری میباشه از طرف کانادا بود باز اونجا ما خواندیم شهادت نامه من دادن من رو میپرسیدم که قابل قبول میشه در این اسکولارشیپ یا خیر او شهادتنامه که هست از کدام برنامه است میتونید که نمره یکم بر ما در دیتیل بگین از یک مکتبی آنلاین بود اما کسانی که مکتب جور کردن در خود کانادا می باشن و تا پای کانادا و امضا و همگیش از طرف کانادا می باشه صحیح مشکل نداره شما مو داکومنت ها امرای ما شریک بسازین از طریق ایمیل که ما او امرای بخش ریکروتمنت پانتون شریک بسازم که آیا این واجد شرایط است یا نه خیر به خاطر که وانو مو ما داره درست است چون اونجا ما یک صنف 11 هم خواندیم 12 و همچنان به ما شهادت نامه هم دادن و یک سوال دیگه هم داشتم که بیل برق را چه قسم ترجمه شود و یا انگیزه نامه ضرورت نباشد یا خیر هم دو سوال اگر جواب بدین ممنونتان میشم در بخش بر برق است مشکل نداره شما میتونین که امور به شکل که است اپلود کنین از جایی که من خبر دارم زیاتر این اپلیکیشن ها متو بوده شاگردا برام تمام عکس گرفته مو برق بیلشون اپلود کرده فرض مثال اخذ مشکل نباشه در اون صورت و انگیزه نامه که هست بله او هستن به خاطر که باید این پانتون البخاری شما را فند کنه یا براتون اسکولارشیپ بده و اینی که هست مهم است از امور شما ایوالویت میکنه نسبتا به دیگه شاگردا یا به شکل ایوالویت میکنه که میبینه که کدام ها بسیار واجد شرایط هستن اگرچه همگی واجد شرایط هستن همگی مکاتب خلاص کردن و مشاهدنامه را داره پاسپورت داره یعنی همگی داره خب سیستم یک قسم سیستم یا جور کردن که کوشش میکنه که تمام هایلی دیزرو قبول کنه درست شکر اینجا نمی
اسکولارشیپ که اعلان شده بود، باز اینجا بسیار تاکید شده بود سر بیل برق یا مو بیلیاب که باید به انگلیسی ترجمه شود و همچنین اینی که در امو اپلیکیشن در ریفرنس آمده، یعنی در ریفرنس که باید اکسپت کنه، یعنی دیفاین کنه مشا کرده. اونجا نوشته کردیم خود شخصی که ما را ریفرنس میکنه. این انگیزنامه این موتیویشنال لیتر از طرف خودمان میباشه دیگه، نباید خودمان نوشته کنیم. موتیویشن لیتر که است فرق میکنه. بعض وقت که است بعض شاگردا از خود نوشته کرده، بعض وقت منتورشان و بعض وقت که است استادهای مکاتب یا هم استادای مؤسسه که باشه یا هم کورس‌ها باشه او فرق میکنه. نسبتاً به مو اپلیکنت است که کدامش او نوشته میکنه. خوبترشون مو است که انگیزنامه درباره از یک نفر دیگه باشه که شما را شناخته باشه، یعنی فرض مثال شما را تدریس داده باشه که ایشان را ما فرض مثال ظرف چند سال گذشته ما تدریس دادیم و یا که است فرض مثال بسیار اچیومنت خوب داره و میتونه که به این اپلیکیشن البخاری یعنی هایلی دیزرو است. درست، خیلی ممنون. بخیر باشین. ببخشید یک سوال داشتم اصلا. دستا سر نوبت میرم طرف خانم خدیجه، بفرمایید. سلام، بسیار تشکر از وبینار مفیدی که ارائه کردین. سوالایی که داشتم مثلا ای که بعد از سابمیت اپلیکیشن ما یعنی بعد از چند مدت برای ما ایمیل خود آمد، اگر ایمیلی دریافت کنیم، اگر ایمیل اینترویو دریافت کنیم دیگه در زمان اینترویو یعنی در جریان اینترویو بر ما میگه که مثلا اسناد مثل پاسپورت اینا رو نشان بدیم یا نه. دیگه سوالی که داشتم امی چی بود؟ ای خدا، اما سوالاش ما یک بار جواب بدین. صحیح. عموما نمی بخش زمانی که اپلیکیشن شما، زمانی که شاگرد اپلای کنه، فرض مثال از تاریخ اول جنوری شاگرد اپلای کرد، عموما همی ایمیل اینترویو که هست در ظرف 2 ماه یا 2.5 ماه یا چیزی کم 3 ماه، دینمی 3 ماه که هست شما دریافت میکنین. زمانی که شما ایمیل دریافت کردین در اینترویو که هست پرسان نمیکنه که شما پاسپورت خود نشان بدین یا تذکره خود نشان بدین. در اونجا که هست 3 سوال اول است که بسیار مهم است. اون 3 سوال شما زمانی که اپلیکیشن رجیستر میکنین یا هم جور میکنین در اونجا اسپشتان پرسان میشه. اون 3 سوال بسیار در نظر بگیرین، اون مهم است. اون 3 سوال که هست زمان اینترویو هم پرسان میشن. و اون سوال اول است. سوال دوم که است چرا شما اینی برنامه را انتخاب کردین؟ فرض مثال اگر شما با برنامه میدیا کمیونیکیشن اپلای کرده باشین یا با بی بی ای جنرال اپلای کرده باشین یا با مارکتینگ یا با اچ آر ام، پرسان میکنم میگه انگیزه اپلای کردن به این برنامه چی است؟ حداقل باید شما یک کمی معلومات ایباره داشته باشین در برنامه‌ای که شما اپلای کردین. یعنی مو برنامه حداقل اگر شما 5 دانه چویس داشته باشین، از مو 5 چویس که هستن 3 برنامه اول دوم سوم که هستن مهم است که کم معلومات داشته باشین. و بالای از که هستن سوال آخری که هست پرسان که چرا باید پانتون البخاری یا البخاری فاندیشن شما را باید فند کنه. این می 3 سوال است یا 4 سوال است، فرق میکنه. بعض وقت بنو اینترویور که هست فرق میکنه که بعض سوالات دیگر هم شاید پرسان کنه. او باز اپلیکیشن شما را اول میبینه، بعد از تدریس میکنه و میبینه که کدام سوالات پرسان شده. یعنی نیست 4 سوال عمده سوال است که همیشه پرسان میشه. بسیار تشکر. دیگه ای که مثلا جوابی که میدیم در حد مثلا طولانی باشه خوبه یا کوتاه باشه مختصر باشه چه رقم؟ او فرق نمیکنه که بسیار طولانی باشه یا بسیار کوتاه باشه. خب مهمی است که شما نمو اتنشن نفری که اسپشتان پرسان میکنه اون رو شما باید جلب کنین. او رو شما چطور جلب کرده میتونین که اول مهم است که زبان انگلیسی است، به خاطر که وطن زبان انگلیسی را میفهمه. به شکل بسیار آرام آستا شما باشین صحبت کنین، ورخطا نشین. و بعض وقت که هست شاگردا از می ورخطا که میشه عموما از یادشان میره که چی را در اپلیکیشن نوشته کنه و چی را حالی بگویم. نو بسیار به شکل آرام باشین، مشکل نداره. زمانی که بنمو کانتنت که نوشته کردین در اپلیکیشن تون رو فقط بگوین، یعنی ضرورت نیست که بسیار طولانیش بسازین. زمانی که شما اگر طولانی بسازین ما مجبور میشه که شما رو استاپ کنه، به خاطر که هر روز یا از 10 یا 15 یا هم از 20 نفر زیاد اینترویو میکنه. یعنی هر انسان که هست نمیتونه که به اون اندازه، یعنی از هر کشورهای مختلف اینترویو میکنه، سوالات بسیار دراز اگر داشته باشه
نمیتونه که بسیار به شکل خوب و را انترتین کنن. از اون خاطر است که بسیار به شکل خلاصه باشه، کلیر باشه و بسیار آرام باشین زمان اینترویوتون. بله درسته. تشکر. بسیار که سوالات تکراری نپرسیم به خاطر که وقت ما کم است. کوشش میکنیم که همه سوال جواب داده بتانیم. خب طرف سوال بعد از خانم شکریه بفرمایید. سلام علیکم خدمت مهمان و میزبان وبینار. من دو سوال داشتم. اولیش اینه که در بخش آپشنال داکومنتس از ما تذکره یا پاسپورت پدر مادر خواسته. اگر مثلا یکی از والدین وفات کرده باشه و گواهی وفات یا اما پاسپورت و تذکره الکترونیکی که وجود نداشته باشه، فقط تذکره کاغذی باشه، در صورتی بلد میخوره یعنی اینو را اپلود کنیم یا خیر؟ و دومی که در یک بخش گفته که بورس یکم یونیورسیتی دیگه یا ارگانایزیشن دیگه شما رو سپورت میکنه، یعنی اگر که ما در یک دانشگاه دیگه هم داخل تحصیل باش میره در اونجا ذکر کنیم، به نظر ذکر نشه بهتر است، درسته؟ درباره اولتان کسایی که والدینشان فوت کرده باشه، اگه او پدرشان باشه یا مادرشان باشه، شما اون گواهینامه ضرورت دارین. اگر دیث سرتیفیکیت میگه اون امور شما ضرورت دارین که اون امور باید داشته باشین. به جای از که شادنامه یا به جای که شما تذکرهشان اپلود کنین، بخاطر خوب نیست که تذکرهشان اپلود کنین به خاطر که شما در اپلیکیشن گفتین که پدرتان فوت کرده یا مادرتان فوت کرده باشه. در اون صورت که است کسایی که پدر یا والدینشان فوت کرده باشن، اون مدت سرتیفیکیت که است به جای نمو شادنامه به جای نمو تذکرهشان اون امور شما در اونجا اینسرت کنین. و سوال دومیتون که است ضرور نیست. اگر شما بگوین که ما در فلان که از مامورای دیگه پانتون یا دیگه ارگان ها کار میکنم یا هم تدریس یا دیگه پانتون درس میخونم، دو صورت که از فیصدی بسیار کم میشه که شما را قبول کنم به خاطر که شما تیار یک دونه اپورتونتی دارین. یعنی چیز ضرورت است که شما اپورتونتی دیگه داشته باشین، یعنی هم فیصدی بسیار کمی باشه کامیابی. درست است، تشکر خیلی زیاد. ولی بخشین خب گواهی وفات واقعا با دست بودنش کم سخته. اگر کلا در اپلیکیشن بگیم که یعنی والدین ما در حیات هستن و در صورت چطور؟ در اپلیکیشن خب پرسان میکنه. اگر شما زمانی که اینترویو رو دریافت کردین در اون وقت اسپیشال پرسان میشه. و اما اگر فرض مثال گواهینامه بسیار مشکل باشه، در اون صورت میتونین که نمو وکیل گذرگاه که هست، اگر فرض مثلا شما یک لتر یا یک استیتمنت داشته باشین که امور هم استیت کنه که کدام سال پدرتان فوت کرده، امور هم که گواهی کنه در زبان انگلیسی، امور را سابمیت کنه، دو جای فکر نکنم که مشکل باشه. باز زمان اینترویو گفته میتونیم باشن که سرتیفیکیت با مشکل بوده نتونستیم دریافت کنیم. خب بعض مسائل دیگه شاید اینجا نکنم که مشکل زیاد داشته باشه. تشکر. خانم نگینه بفرمایید. سلام وقتتون بخیر، امید جور صد سر خوب باشین. سوال اول من بود که مثلا در 3 سال گفتن که مثلا محدودیت سنی وضع کرده به خاطر دخترها که باید تاثیر سن 20 سال باشه، و همچنین گفتن که زمان شما مثلا قبول نشید مثلا نمو اپلیکیشن ما قبول نشد، در اونجا زمانی که مشخصات خود بانیم و تذکره و سال خود مثلا بانیم، در اونجا ایرر بر ما میته یا قبول نمیکنه به اسم. اما خود من شخصا اول جنوری ثبت نام کرده بودم در دانشگاه و تمامی معلومات و خودم 23 سال هستم. زمانی که همه اسنادای من تکمیل بود، کلی چیز من مکمل کردم و اپلیکیشن ما سابمیت کردم. و جالبش بود که فرداش بر میمون آمد که یعنی اپلیکیشن شما ساکسسفول یا موفق نبوده و ثبت نشد. ما هم دیگه فکر کردم شاید واجد شرایط نیستم یا سنستان ما در این برابر نیست. اما بعد از اون به تاریخ 15 جنوری بود که دوباره بر من ایمیل کردن که یعنی به نحو عذرخواهی کردن و گفتن که ایمیل قبلی که از ما دریافت کردین و ایمیل درست نیست، رو نادیده بگیرین و اپلیکیشن شما تا هنوز هم زیر به اصطلاح ارزیابی است. یعنی چه قسم است؟ اگر یعنی قرار باشه که شرایط سنی وضع کرده باشن، پس باید اپلیکیشن ما مثل که اپلیکیشن ترکیه که فعلا بازه زمانی که دوام ثبت نام کردم دفعه برام گفت که واجد شرایط نیستی. اما در این که شما گفتین که مثلا قبول نمیکنه، اپلیکیشن ما قبول کرد تو دوباره برای ما ایمیل هم روان کرد که ایمیل قبلی ما یعنی اشتباه است و رو مد نظر نگی. ما هنوز هم اپلیکیشن یا برنامه اسنادای خود روان کردیم زیر ریویو یا ما در حال است که بررسی میشه و بعدش دوباره ما برای احوال خودمون در این باره چی گفتنی دارید؟ عموما نمی باره بخاطر که عموما زمانی که سال تکمیل میشه اون سال سپتامبر اکتبر تا دسامبر ما عموما ترافیکای وبسایت ها را که هست کوشش میکنیم که را پس کلیر کنیم. نو بعض وقت اون تو ایمیل ها که هست او
این ایمیل است که جنریت میشه از خود نمو اپلیکیشن ها و زمانی که یا که فرض ما تیم ما که هست تیم ریکروتمنت که هست اپلیکیشن ها رو که دوباره چک میکنه میبینن که بین می نفر ایمیل ارسال شده و او ایمیل از طریق ریکروتمنت نبوده یا هم او را به نام شما شاید به نیگینه که هست یک شاید شاگرد دیگه باشه اونجا بجای از که به او ارسال کنه به شما ارسال میکنه اون خطای انسانی است که بعض وقت میشه شما دو سال گذشته هم ما داشتیم با خاطر که اپلیکیشن ها بسیار زیاد هستن از 20 یا 30 یا 40 هزار هم زیاد اپلیکیشن ها هر دفعه ما دریافت میکنیم و بعض وقت از مشکلات ها پیش میاد زمانی که به شما گفته که اپلیکیشن شما اندر د پندینگ است دو سر شما منتظر باشین نو انشالله خدا کنه که ما اینترویو از پیشان دریافت کنین زمانی که اینترویو دریافت کنین بعد از او انشالله که شما آفر دریافت میکنین بخیر اما مهمی است که شاگردایی که اپلای میکنه با پنتون و بخاری اگر شما تا 2 ماه تا 4 ماه اگر شما کدام اپدیت یا ایمیل از پنتون دریافت نکردین یعنی شما باید بفهمین که اپلیکیشن شما سکسس نشده اول خب براتون ایمیل ارسال میشه اگر شما ایمیل دریافت نکردین در اون صورت که هست یعنی شما واجد شرایط نبودین اپلیکیشن شما اکسپت نشده یعنی بعض وقت ایمیل ارسال میشه بعض وقت ایمیل ارسال نمیشه تشکر سلامت باشین و قسمی که گفتم ایمیل دومی که من یعنی بعد استوردم که گفت فعلا داول ارزیابی کردن اپلیکیشن تان هستیم پس با وجود از این ما دیگر مثلا چه مدت باید منتظر باشم یا تا چه مدت باید ازشان جواب خود دریافت کردم و اگر مثلا جوابشان مثبت باشه یا منفی یا اکسپت یا ریجکت شده باشیم در صورت بر ما ایمیل فرستاده خود شد پیشترم گفتم کسایی که اپلای میکنه به دانشگاه اگر شما در ظرف 2 تا 4 ماه را از زمانی که اپلیکیشنتان ارسال کردین اگر شما ایمیل دریافت کردین که اول خود دریافت میکنین خوب است با اپلیکیشنتان اگر اپلیکیشنتان دیگه داکومنت را داشته باشه از اون لحاظ براتون میگه که شما دیگه اپلیکیشن داکومنت ها را ضرورت است که اپلود کنین و اگر شما بیخی ایمیل دریافت نکردین از اول تا آخر این 4 ماه را در این صورت شما باید بفهمین که اپلیکیشن شما به این سال قبول نشده اینی معلومات ما در بخش وبسایت که هست ذکر هم کردیم اگر اپلیکیشن از 2 ماه تا 4 ماه کدام ایمیل از دانشگاه البخاری دریافت نکنه در این معنی است که اپلیکیشن شما قبول نشده تشکر و سوال آخری ما بود مثلا به شکل چند ست بورسیه مثلا برای محصلین گروه افغانستان منظم شده و چند تدارشان میکنیم یا در رابطه با این میفهمیم که چند ستش مختص بر دخترها است و چند ستش مختص بر بچه ها داده شده. تشکر. او که است او زیادتر وقت همراه ما شریک نمیسازه او من بخش اسکولارشیپ که است خودشان میفهمه که به چه اندازه شاگردا را باید در این سال که هستن هر سال که هست هر سالانه ما یک کوتا را داریم اون کوتا که هست ما یک نمبر خاص است که او را نه تنها به افغانستان اما به دیگه کشورها هم ما داریم یعنی فرض مثال او را میبینیم به چه اندازه شاگرد از افغانستان در پنتون برای فلان داریم اگر نمبر در فلان که چیز کم 100 چند شاگرد از افغانستان است اگر ببینه که فرض مثال شاگرد افغان ها زیاد هستن بعد اون نمبر کوتا که هست او کم میشه به خاطر که زیادترین شاگرد در ما داریم در پنتون و اگر او کم باشن با زیاد میدن خب او که همراه ما شریک نمیسازه شاگردا را ما میخوایم همیشه موتیویت میکنیم که اپلای کنه ان شاء الله که چانس شاربات چرا نه ان شاء الله دریافت میکنه اگر او در 1000 نفر باشه در 2000 باشه یا در 3000 باشه بله تشکر خانم مارال بفرمایید. سلام وقت شما بخیر. من 2 سوال داشتم. سوال اولم راجع به سند زبان بود. آیا گرفتن داشتن تافل یا آیلتس این چیزا ضروری است؟ چون من در یک جای در بخش ریکوایرمنت دیدم که در اینجا انگلیش ریکوایرمنت داده شده بود. و سوال دومم به خاطر فند بود که بورسیه فولی فندد است یا پارشلی فندد است. میشه یکم معلومات بیشتر بدین؟ در بخش زبان انگلیسی که هستم اگر شاگرد اپلای کرده باشه به هر رشته که در پنتون ما بر فلان داریم اگر او تافل یا آیلتس نداشته باشن در اون صورت که هست ما در اول هم گفتیم که یک برنامه انگلیسی را ما داریم در پنتون اونو برنامه که هست فرق میکنه نسبتا به تالنت شاگرد اگر فرض مثال شاگرد تیار آماده باشه در مالزیا میاد در پنتون ظرف 4 یا 5 ماه است تحت استادای انگلیسی ما
شما ارزیابی میشین. زمانی که ارزیابی شدین آماده امتحان، زمانی که امتحان دادین در اون صورت باز شما الیجیبل برنامه میشین، یعنی برنامه لیسانس. توفل آیلتس که هست ضروری نیست. اگر فرض مثال شاگردایی که میخواه که مستقیما به دیگری یا به لیسانس برن در اون صورت ضروری است. اگر شما نمیخواین که نمو 5 یا 6 یا 7 8 ماهتون که اینجا تنها به خاطر زبان انگلیسی وست شوه یا ضایع شوه، در اون صورت که هست ما همیشه ادوایس کردیم شاگردای آینده هم که کوشش کنین که یک از توفل آیلتس داشته باشین یا هم بگیرین. اگر در این مدت خوب تر است به خاطر که اون سیف تایم میتونه. اگر فرض مثال شاگرد نتونسته که رو بگیره اینجا میایه مو 7 یا 4 ماه شروع تا 7 ماه را اینمی در بر میگیره. زمانی که در بر گرفت تکمیل شد شما از ما امتحان گرفته میشه. زمانی که امتحان گرفته شد یک سکور، به خاطر هر برنامه ما که هست از انگلیش سکور خود داره، شما اون را دریافت میکنین، بعد از او واجد شرایط لیسانس میشه. این سوال اولتون. و سوال دومتون چی بوده؟ فند پانتون چه قسم است دانشگاه؟ باشلی است فلی فند؟ اینجا که هست ما 3 دانه بخش داریم. خب او مندمی بخش اسکولارشیپ که هست، نه تنها پانتون البخاری بلکه او مندمی بسته دنیا که هست. یکی فولی فندد است. فولی فندد به این معنا داره که مصارف ویزیتان، مصارف فلایتتان، مصارف اکومودیشن لیلیتان، مصارف تحصیلتان همشان و مصارف فلایت آخرتان که پس به خانه شما ارسال میکنه، به افغانستان ارسال میکنه، مکمل وار کاور میکنه که فولی فندد است. از ما که است فندد است. فندد این معنا داره که بعض مصارفات باید شاگرد نظر بگیره و بعض مصارفات که است پانتون نظر میگیره. و پارشل که است ما مکمل و نمو شرایط که فرض مثال بعض شاگرد که است شاید مکمل فقط فیس هاستل بده، یعنی فیس امو لیلیه را بده، اما دیگه شاگرد که است فندد که است او فیس هاستل نمیده. یعنی از ما که است فندد است. زیادترین شاگردای ما که است زمانی که قبول میشه و فندد است. یعنی پارشل که است اگر 100 نفر یا 1 نفر داشته باشیم یا 2 نفر داشته باشیم. اونم چطوری است؟ پارشل که است زمانی که یا با اسکولارشیپ اینترویو میته یا اسپیشال اینترویو گرفته میشه یا مکمل وضعیتشان دیده میشه که وضعیتشان اگر دیده شد که یا فرض مثال اکونومیکلی یا فاینانشلی نسبتا خوب هستن و زیاد به شرایط جدی نیستن، در صورت که شاید باشن پارشل داده شود. خب بسیار کم است، یعنی 0.1 است نمبرشان. و در پانتون دانشگاه البخاری که هستم شاگرد 3500 رینگیت است که نمیفهم که چقدر دلار میشه، چیز کم طرفای 900 یا 900 چند دلار میشه که اون رو شاگرد به ویزه خود پی میکنه. و پلی از او که است انسلری فیس است که می تقریبا 1200 است فکر کنم. 1200 رینگیت دیگه که است و با 1200 رینگیت دیگه که است به سکیوریتی دیپوزیت است و مصارف 300 رینگیت دیگه که است. این مصارفات که است شاگرد باید در نظر یعنی خودش کاور کنه. فلایت تان که است از افغانستان که میان تا مالزی را این به دوش خودتان است. پانتون که است تنها 3 چیز کاور میکنه، اما فیس پانتون تان 4 سال یا 3 سالتون که است اگر زبان انگلیسی تام اگر فرض مثال زبان انگلیسی باشه، زبان انگلیسی تان سال اولتون پانتون یعنی خودشان کاور میکنه. هاستل لیلیتون است، لیلیه 4 سالتون است و پلی از او که است هر ماه که است 500 رینگیت که چیز کم 130 یا 40 دلار میشه کنمو رو به حساب شما وارد میکنه تا که شما از او طریقه مصارفات روزمره خود اگر غذا باشه، کالا باشه یا هم چیزای دیگه باشه وارد تکمیل بشه. یعنی این 3 چیز ما کاور میکنیم، دیگه چیزا رو ما کاور نمیکنیم. فلایت ما کاور نمیکنیم، دوباره که خانه ارسال میشه وار کاور نمیکنیم. ویزه سالانه تان که است هر سال به افغانا که است هر سال باید یا ویزه خود اپدیت کنه که مصارف هر سال ویزه که است شاگرد باید خودش یعنی پیسه‌ش باید بده در صورت. خب لیلیه چطور جای خواب میتن؟ بله او که است خواب میتن، از اون نگاه مشکل نیست، او فری است، او را پانتون کاور میکنه. اگر شاگرد فیصدیش بالا باشه و فعالیت و چیزاش بالا باشه باز او وقت در معاشش یا امی در درآمدش کدام چی داره نداره؟ نه خیر او فرق نمیکنه. اگر شاگرد بعضی خوبی اینجا است به خاطر که ما شاگرد چیز کم از 68 کشور داریم. زیادترین شاگردا که من خودم کار کرده بودم زمانی که ما شاگرد لیسانس بودم
شاگردا کوشش میکنه که یک دو سه چهار نفر یک جای شوا امرایتین یک بزنس اینجا ران کنه، یعنی بزنس شروع کنه. او اگه بزنس غذا باشه، بزنس امیال است، یکی از گروه افغانای ما است مکمل غذات افغانستان هستن که به فروش میرسونه. یعنی اگه بفهمه که 500 رنگیت که است که کم 100 چند دلار میایه، اگه او بس نمیشه، شاگرد کوشش میکنه که از طریق یک بزنس بسیار خرد شروع کنه، از اون طریق یک عایدای دیگر دریافت کنه. و پانتون که است و فرق نمیکنه اگر شاگرد به شکل اعلا فارغ شده باشه از مکتب یا هم اکتیویتیاشون بسیار به شکل بالا باشه که یاد اینجا یعنی باشن پیسه زیاد شده و صورت فکر نکنه. یعنی حق کار داره شاگردا؟ شاگردا حق کار داره بله، اما زمانی که شما در سمستر بریکتون باشین و او هم که است به نظرم در یک هفته 20 ساعت هستن. شما دومن در طول 3 ماه که شما سمسترتان در جریان می باشه، شما یعنی اجازه کار ندارین. شما زمان اجازه کار دارین که سمستر بریک باشین. و در پانتون البخاری که است 3 سمستر سالانه است نسبتا به دیگر کشورها. در پانتون البخاری که است یا دانشگاه البخاری شاگرد در 3 سال فارغ میشه، نه در 4 سال. در 3 سال به خاطر ازی که مکمل در هر سمستر که هست شما 2 دانه سمستر کلان که چیز کم 16 هفته میه، یک دانه سمستر خرد که 9 هفته میه. شما در 1 سال میگیرین. یعنی وقفه بین سمستر اول و سمستر دو که هست بعض وقت 3 هفته می باشه، بعض وقت 2 هفته می باشه. یعنی شما وقفه بسیار زیاد ندارین که 2 یا 3 یا 4 ماه نسبتا به دیگه پانتونا که دارن. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشید. تشکر شما. من طرف سوال بعدی که است از خانم مهسا حیدری بفرمایید. سلام علیکم، امید که حالتان خوب باشه. من یک سوال داشتم در بخش سن من زیر 18 هستم. من فعلا 16 ساله هستم. گفتم که زیر 17 سال قبول میشن یا نه؟ بر فعلا نه. تنها مواجه شرط که هست از 17 تا 20 هستن. یعنی اصلا احتمال نداره که قبول شویم؟ زیر سن فکر نکنم که قبول شه. شما میتونید که سالهای آینده سال 2027 واجد شرایط هستین. چون ما مثلا مدارک شهادتنامه داریم، بازم یعنی احتمال نداره قبول بشیم؟ فکر نکنم، به خاطر که این ریکوایرمنت پانتون است. زمانی که یک شاگرد که اپلای میکنه یا نباید بالا باشه نباید پایین باشه، ظرف نیمی یک رنج باید باشه که از 17 تا 20 هستن. باش، دستان درد نکنه. بخیر باشین. تشکر شما دوستان. من طرف سوال بعدی که هستم از خانم حمیده بها بفرمایید. سلام، وقت همگی بخیر. ببخشید من یک تا ویدیو دانلود کرده بودم، در او هم گفته بود هم بیل آب و هم بیل برق. این فقط بیل برق لازم است یا هر دویش؟ و دیگه یک سوال دیگه بود که همین فرم عاید فامیل باید در مسترجایشون پر بکنیم یا یگان فرم دیگر خود ما چاپ بکنیم و اسکن او را در اونجا اپلود بکنیم؟ بجای در افغانستان که هست خب بعض مناطق اگر چی داشته باشه برق بیل او داشته باشه، دیگران نداره. تنها از ما که هست بیل برق هست. در بعض کشورها که هست اپلای میشه، بخاطر که بعض کشورها که هست هر دویشون دارن، از اون خاطر هر دو مدارک خواسته. به نظرم که اگر شما دارین چرا که نه هر دویشون اپلود کنین، و اگر ندارین در دو آپشنش که هست میتونین که بیل برق اپلود کنین. باز اونجا میتونین که یک استیتمنت بسیار خردم نشته کنین، باشون بگین که از ما که هست هر دوی ماده یکیش هست، یعنی فرض مثال برق و هر دوش که هست یکی هست. و زیاد تو چی نداره، فقط و استیتمنت ها رو چک میکنه که مو عاید که شما مکمل به فسیلیتی که هست با برق و او که هست شما ماهانه که میتین چقدر هستن، یا بخاطر که یک کالکولیشن داره از اون کالکولیشن یا باز تحقیق میکنه که یا آیا لاجیکال است یا نه. و سوال دومتون درباره چی بوده؟ فرم عاید خانواده رو گفتم جای اپلیکیشن پر میکنه یا رو باید خود ما کاپی کنیم اسکنش رو بگیریم باز دوباره اپلود بکنیم؟ اپلیکیشن که شما رو دانلود میکنین، زمانی که دانلود کردین او رو خانه پوری میکنین، به خاطر که بعض وقت اون اپلیکیشن که هست تاپه بعض ارگان ضرورت میباشن. کسایی که فرض مثال والدینشون فوت کرده باشن در اون صورت، یا کسایی که به پدر مادرشون کار نمیکنن در اون صورت که هست یا تاپه وکیل گزارگار ضرورت است که حداقل داشته باشه. نور شما دانلود کنین، اگر تاپه ضرورت داشته تاپه کنین، اگر تاپه ضرورت نداشته نمور دوباره
همون شکل که دانلود کردین پر کردین اپلود کنین دوباره. باز اسکن لازم ندارم، قسمی ساده چی کنیم؟ میتونین که امور به شکل پی دی اف اکسپورت کنین بعد اپلود کنین. فکر نکنم که اسکنش رو مشکل باشه. باز اون تاپر چه قسمی میزنن وقتی که او را در کاغذ تبدیل نکنیم؟ خب اگر فرض مثال اگر تاپر ذره داشته باشه در اون صورت شما او را پرینت میکنین و زمانی که پرینت کردین باز اسکنشون کنین. اگر فرض مثال شما تاپر ذره نداشته باشین در اون صورت که هست شما فرم دانلود میکنین، معلومات نوشته میکنین، دوباره او را سابمیت کنین. خب خوبترش است فرض مثال که زیاتر وقت که تاپر داشته باشه اونمو اویلیبیلیتی مدارک هست نسبتا بالا میره، یعنی چانسش بسیار زیاد است که مدرک هست قابل قبول است. و دیگه پیشتر شما گفتین که هر ساله ویزه افغانیا باید به عریضه خود دوباره تمدید بکنن. باز فیسی چقدر است هر سال اما ویزه خود که ما خودمون تمدید کنیم؟ فیس اول میگن؟ فیس اولتون که هست 3500 است که چیزا کم 900 چند دلار میاد که اولتون است و اگر سالهای آینده شما میخواین که را اپدیت کنین یعنی رینیو کنین 700 چند رینگیت است که 700 چند رینگیت به نظرم 180 دلار میاد 190 دلار میاد و اون طرفا میاد به نظرم. خب هر سال حدود 180 باید ما دوباره ویزا تمدید بکنیم. بله. خب صحیح است، تشکر. بخیر باشین. تشکر شما. من طرف سوال بعدی کس از خانم رویا دوستا کوشش کنید سوالتون کوتاه بپرسین و هم سوال تکرار نپرسین به که تایم ما زیاد نمونده. خانم رویا خب فکر کنم نیستن. نفر بعدی خانم رقیه روزایی بفرمایید. سلام و وقت شما بخیر. من 19 سال هستم و مشاهدات 92.6% که واجد شرایط هستم برای بورسیه. سوالی اینجا بود. صدای مرا داری؟ صدای مرا داری؟ بله، به نظرم که رویا و رقیه دویتان در یک جای صحبت میکنیم. میتونین که یک تان صحبت کنید. به نظرم اول رویا صحبتتون پرسان کنین برای زو به رقیه میریم ان شاء الله. رویا میتونین که سوال خود پرسان کنین. ادامه بتون بخواهی شکر بسیار. بله میتونین که سوالتون از اول بگین به خاطر که پیشتر 2 صدا یکی بود نتونستم بفهمم که چی بود. درست. خانم رقیه مایکون بس است. خب پس ما آیا کدام امتحانی وجود داره مثل فیزیک، کیمیا، ریاضی و اینا که در جریان از پروسه از ما گرفته شود؟ و دومی که امو بانک استیتمنتی که برای سرپرست لازم است او از 300 دلار به پایین باشه او را اپلود بکنیم یا اویی که از 300 دلار به بالاست او را اپلود بکنیم بهتر است؟ سوال دومتان که به پایین باشه بهتر است، به خاطر اگر بالا باشه ما فیصدی کامیاب شدن یا آفر گرفتن دانشگاه براتون بسیار کم باشه، به خاطر که از 10,000 یا زکرم زیاد اپلیکیشن دریافت میکنیم. بعضی شاگردا که هست بیخی ندارن، یعنی این دانشگاه که هست تنها شاگردای قبول میکنه که وضع اقتصادیشان خوب نباشه، یعنی از 300 به پایین باشه. کوشش کنید که مو بغلات جور شوه، از 300 کم باشه مشکل نداره. و سوال دوم اولتون درباره شهادتنامه بوده نه که نمرات 98% دارین، چطور بود؟ مختلف سوالتون مستقیما نگرفتم. 92.6% است که وجود شرایط بورسی هستم چون سنم 19 ساله. فقط سوالی اونجا بود که آیا کدام امتحان جنرال وجود داره برای همین بخش اساسات مثل فیزیک، کیمیا، ریاضی که ما باید امتحان بیتیم بعدش وارد پروسه قبول شدن شویم یا خیر؟ نه خیر هیچ نوع امتحان از به شما گرفته نمیشه. فقط در اول که ما گفتم زمانی که شما اپلای میکنین اون 3 برنامه شما 5 دانه چویس می داشته باشین، 5 دانه چویس می داشته باشین که رشته ها رو شما انتخاب میکنین. زمانی که رشته رو انتخاب کنین کوشش کنین که اونمو 3 رشته اولتون که هست
دمو برای کم معلومات پیدا کنین پیش از اینکه شما به اینترویو برین. زمان اگر لینک اینترویو رو دریافت کردین پیش از اینکه شما اینترویو رو بهشون بدین کوشش کنین که او برای کم معلومات داشته باشین که برنامه چی هست، چطور هست، کدام مضامین در اونجا تدریس میشه و اگر شما بعضی معلومات دارین یا ندارین اونو نسبتا خوبتر هستن به خاطر که اونو علاقمندی شما رو نشان میده به اونو برنامه. دیگه کدام امتحان فیزیکال یا آنلاین یا چیزا گرفته نمیشه. بله تشکر شما. در سال بعد تشکر وقت شما بخیر. بله خانم بفرمایید اگه سوال دارین. اگر اینترنتتون خوب نیست میتونید در چت باکس نوشته سوال. تشکر بسیار. خب الان صدای من دارین؟ بله بله. سوال از ما بود که من برادرم صرف 12 خورد تازه تموم کرده، یعنی تقریبا 2-3 ماهی میشه، یعنی همین سال 2025. بعد ترانسکریپت فقط داره چون نتونسته شهادتنامه فعلا بگیره و از مکتب دولتی هست که طول میکشه. سوال من بود که میشه مثلا با ترانسکریپت ثبت نام کنه، یعنی شهادتنامه حتما الزامی هست؟ میتونه که با نمرات 3 ساله که هست اون نمرم میتونه که اپلای کنه. برشان بگوین بر فلان بنوم اپلیکیشن که هست با نمرات 3 ساله پیش ببرن. خب اون نمرات 3 ساله که هست باید به زبان انگلیسی ترجمه شده باشه، تایید شده باشه. به خاطر که اون تاپی تاییدی وینیا را که نداشته باشه باز به شکل فیک یعنی قبول میکنه پنتون باز شاید پروسس نتونه. نو بر فلان که هست شما نمرات 3 ساله را اول ترجمه زمانی که ترجمه کردین مو را اپلود کنین. کوشش کنین که مو به نظرم بعضی تاپ ها هست تاپ وزارت خارجه و این چیزا دقیقاً معلومات ندارم در مو بخش. خب بر فلان که هست اون مو را اپلود کنین و اما برشان بگین که یعنی کارای شهادتنامه خود پیش ببره به خاطر که بعضی وقت که هست اسپیشال پرسان میکنن که شهادتنامه‌تان کجاست چطور است، یعنی هم خدا کنه که چانس کامیابیشان کم نشه. تشکر بسیار. بخیر. تشکر. سوال بعدی کسته؟ سوال بعدی از خانم سعدیه. سعدیه بفرمایید. خانم سعدیه هستی؟ بله صدایتان ندارم. ببخشید سوال من این بود که مثلا ما خانه ما کس خانه کرایسته و باید بیل برق و بیل او باید اونجا یعنی اسکن کنیم اونم باید باشه به اسنادا نیاز است. اما خانه ما کرایسته بیل برق و بیل او به نام صاحب خانه میآید، یعنی نام پدر ما خود صاحب خانه فرق میکنه. اینجا رو باز چرا کم کنیم؟ در صورت که هست شما اونو اسکن بیل برق که هست اونو رو بگیرین و زمانی که اونو رو شما در پی دی اف اگر جور میکردین کوشش کنین که یک استیتمنت بسیار خرد در زبان انگلیسی نوشته کنن و هم به شکل چی نوشته کنن که برشان بگین که بیل برق که ما بارتون بالا اپلود کردیم یعنی اینی بیل برق هست و این استیتمنت اردوشون در یک پی دی اف جور کنین. خب در پی دی اف های مختلف نباشن. باز اگر در صفحه اول اونمو بیل برق در صفحه دوم یا اونمو پارت آخر پیش از اینکه به صفحه دوم شما برین اونجا نوشته کنین که بیل برق بالا که هست مربوط نفر میشه که ما این خانه را از پیشون کرایه گرفتیم، یعنی ما این خانه از ما نیستم، ما کرایه نشین هستیم و به مقدار ضرور نیست که با مقدارش نوشته کنین که شما چه قرنت میتین و فقط کلیر کنین برشان که اونمو بیل برق هست مربوط شما نمیشه، مربوط نفر دیگه میشه و شما در خانه کرایه زندگی میکنین. به خاطر که اگر شما این چیزا نوشته نکنین باز بعد از فکر میکنن که شما اینی را از کسی دیگه گرفتین. بله درسته. سوال دیگه که اصلا داشتم یکی از شرایطش است که باید درباره خانه و آشپزخانه خود اتاق نشیمن و آشپزخانه باید ریکامندیشن لتر نوشته کنیم. یعنی چه رقم ریکامندیشن درباره آشپزخانه نوشته کنیم؟ نه ریکامندیشن درباره تی نیست، درباره آشپزخانه نیست. واقعی است فقط عکس اون اتاق نشیمنتون است، عکس حولی است و عکس آشپزخانه. این سه چیزا رو میگیره. دلیلش هم اینمی است میخواد که یا چک کنه که آیا یا براستی هم که دیزرو است یا نیست. به خاطر که بعضیا که هست وقت زمانی که اپلای میکنه یعنی د استیتمنت ها بسیار اجزای میگه که ما نداریم هیچ چیز نداریم، ما بسیار یعنی واجد این شرایط هستم. زمانی که ما عکس‌ها رو ما میبینیم یعنی عکس‌ها که هست از 300 یا 500 دلار بسیار بالا میره. نازنون صورت که هست حولی اینی سه که بسیار مهم است و دوم که هست ریکامندیشن لتر که هست به نظر مو تنها با چی هست که فرض مثال اون استیتمنت است که
باید نفهم که این را دقیق ما چک نکردیم که اون را باید شاگرد خودش نوشته کنه یا کسی دیگه نوشته کنه که یعنی اینترست این شاگرد با می اسکالرشیپ بگه که این به نفر مثلا می شرایط را قبول یعنی واجد شرایط است یا میتونه که اپلای کنه، یعنی شاگرد زحمت کش است. فکر نکنم که درباره ریکامندیشن درباره آشپزخانه یا حالی چیزا باشه. درست است. و آخرین سال که از تون داشتم، ماه و سال بیل برق و بیل آبمان فرق نمیکنه از سال قبل باشه یا از ماهای قبل؟ اگر فرض مثال از بیل برق آخرتان باشه اون بهتر است، به خاطر که بچه اندازه اپدیت تر باشه به اندازه بهتر است. درست است. تشکر. بخیر باشه. برای تشکر شما من طرف سوال بعدی که است از خانم نصر میفرمایید. سلام، وقت بخیر. من چند سوالی که داشتم در قسمت محدود سنی بوده. آیا از زمان حساب میشه که ما اپلیکیشن خود را سابمیت میکنیم؟ مثلا ما اپلیکیشن شاید یک روز قبل از اینکه وارد 21 شوم سابمیت کنم، از نظر از او بررسی میشه یا از نظر روزی که اونا اپلیکیشن ما چک میکنن؟ سن شما که هست فرض مثال کسایی که اپلود میکنه او نسبتا بچی نداره که فرض مثال شما سن شما به اکتبر سال 2026 یعنی باید از 21 به بالا نره، از 20 به بالا نره. یعنی رنج که هست شاگردی که اپلای میکنه از 17 تا 20 اینی را باید نه اگر فرض مثال شاگرد میخواد که پیشترم پرسان کرده بودن اگر زیر سن باشه یا اگر اپلای میکنه در اکتبر سال 2026 اگر یا 17 میشه در صورت که هست یا واجد شرایط هستن. و اگر شاگرد باشه که در سال 2026 اکتبر اگر یا فرض سن سالشان 21 میشد در اون صورت که هست باز واجد شرایط نیستن. و در قسمت گزینه چی که مثلا آیا یک از والدین مثل پدر یا مادر در قید حیات هستن یا نه؟ خب در قسمت اپلیکیشن من می‌خواستم پر کنم گزینه‌ای ندیدم که مثلا از ما بپرسه که آیا فعلا زنده هستن یا نه. خب او را چطوری باید معلومات چی رو داشت کنیم؟ اگر مثلا ده باشه نفر مثلا اول که است درباره اسکالرشیپ است، دوم که است درباره خودتان معلومات میتین، درباره سوم که است اونجا یک به نام چی است پرنتس هستن، پدر و مادر نوشته میشن، نامه‌شان نوشته میشن. و پایان اگر بیاین در بخش اپلود کردن داکومنت اگر ببینید اونجا نوشته کرده که فرض مثال اونمو سرتیفیکیت یا هم اونمو تذکره پدر یا مادرتان اردوش این آپشن است. دمو آپشن پدرتان که هست میتونین که اونمو سرتیفیکیت یعنی ده سرتیفیکیت که هست اونمو شما میتونین که بانن اگه اون نباشه میتونین که اونمو را یک استیتمنت باشه که اون طرف وکیل گذرگاه اپروف کرده باشه که پدرشان در این مثال فوت کرده، اونمو را شما در اون بخش اپلود کنین. اگر این گواهی وجود داشته باشه باز نیاز به ترجمه است، یعنی 100% به ترجمه شده یا فرق نمونه؟ اگر او بخاطر که هر داکومنت که اپلود میشه اگر اون ترجمهش باشه خوبتر است، بخاطر که اون نفرایی که ریکروتمنت هستن او تنها بحث ملایی و انگلیسی را میفهمن. و دیگر ریکامندیشن لتر مثل بورسیه های دیگه مثل ترکیه اینا نیاز است که ما از یک مثلا نهاد یا از یک مکتب یا از یک جایی از طرف یک استاد ریکامندیشن لتر جور کنیم و امضا و معلومات استاد بزنیم و را درش کنیم و چاپ اینا کنیم، یا که فقط در یک قسمت معلومات خواسته در مورد یک نفری که ما را توصیف کنه که فقط معلوماتش ما درش منیم، نیازی به جور کردن یک چیزی نیه؟ چی رقم یک قسمت؟ عموما ریکامندیشن لتر که هست هر اسکولارشیپ که هست از خود یک ریکامندیشن لتر داره. پانتین البخاری من شکل که هست وی خوبتر است که کسایی باشه که شما را یک منتورتون باشه. اگر فرض مثلا یک منتور باشه که استادتون باشه، استاد مکتب یا استاد کورستان یا هم استاد دیگر چیز باشه، او به خاطر که یعنی تایید میکنه که شما یعنی حالی دیزرو هستین به این اسکولارشیپ، نو خوبتر است. و قسمتش فهمیدم. منظور میگه که یعنی ما نیاز داریم به یک داکومنتی که او جور کنیم باز رو اپلود کنیم یا فقط معلومات از استاد؟ مثلا من خودم اون مرحله معلومات یک استاد یا یک مدیر را من اونجا نوشته کردم، من نیاز است که برم یک کاغذ یک صفحه یک استیتمنت نوشته کنم و مثلا یا استاد نوشته کنه بعدش زیرش امضا و تاپ کنه و را اپلود کنم که اصلا همچین جایی هم وجود نداشت به نظر من متوجه نشدم. نه او فقط نامشه، شما نامشه اگر ایمیلش هست به نظر من کانتاکت نمبرش هست اگر فکر کنم اگر اون چیزا که لازم باشه اون رو نوشته کنن، اگر کدام داکومنت از شما نخواسته ضرور نیست. باش تشکر.
بخیر باشین. دوستان من یک موضوع در این ذکر کنم که اگر شما زیاد در برای سنتان نگران هستین میتونین کسی برین یک بار همون قسم که آقای مشتبه نشان داده در سایت کسی خود یک اکانت جور کنین باز اونجا کسی اگر شما واجد شرط باشین براتون ایمیل میاد اگر نباشین بازم براتون ایمیل میاد چون به خاطر میگم از نگرانی خلاص شوین به خاطر میتونین این روش یک بار امتحان کنین. خب من طرف آقای امید بفرمایید. سلام علیکم، انشالله که جور صحتمند و سر حال باشین. محترم یک سوال ما داشتم در این بخش که همین مدارک درآمد والدین از کدام مرجع دولتی گرفته شده؟ حالا اگر فقط مهر وکیل گذر باشه که حالا مهر وکیل گذر به شکل فارسی نوشته شده نام خودش حالا شماره گذر اینا باز ترجمه هم که نشه خب چطور میشه بازی؟ مطلب درباره نمی چی بوده که مدرک در زبان فارسی یا پشتو نوشته شوه باز نور ترجمه شوه چطور؟ بله میگفتم که حالا از کدام مرجع دولتی باشه باید مشکل نداره. وکیل گذر نه او خب فقط به خاطر وکیل گذر ما زیادتر وقت میگیم که به خاطر که بعض وقت با این پروسس دولتی که هست بسیار طولانی تر هستن. وکیل گذر که هست دسترسی در هر وقت برشان داره کسایی که در مو بخش زندگی میکنن. از اون خاطر ما وکیل گذر میگیم. همچنان ریکامندیشن لیتر که میگیریم حالا از یک استادی شاید ما فعلا مثلا من خودم محصل بی بی ای هستم در پانتون کابل میخواستم مثلا دوباره به بی بی ای اپلای کنم به او خاطر اینا اگر من یک ریکامندیشن از یک استاد انگلیسی باشه مثلا استاد انگلیسی در پانتون حالا این خوب است حالا یا که مثلا از یا استاد منیجمنت باشه چون این چیزایی فرق نکنه. فکر کنم که زیاد شاید فرق نکنه به خاطر که عموم نفری هست استاد انگلیسی تان هست شما را تدریس داده شما را یعنی میفهمه که شما می ظرفیت دارین که شما بین جایا برین یا اپلیکیشن اپلای کنین و اگر او استاد چی باشه پانتون تان باشه خب اگر از پانتون باشه بازیا فکر میکنن که شما خواهید یک جای اپلای کردین دو صورتا شاید کمی مشکل باشه نه خوب تر است که اون موج دار بخی ذکر نکنه. اگر فرض مثال میخواین که از بخش استادتان پیش برین در اونجا فقط خب بگه که یک استاد بوده یعنی خوب نیست که ذکر کنین که ما برای فلان در بی بی ای درس میخونم در اینجا در یک پانتون باز او کوشش میکنه که اپلیکیشن شما را در آپشن دومی بانه اگر ضرورت داشته باشن شما را اپروو کنه اگر نداشته باشن شما را اپروو نمیکنه. خیلی ممنون. بله تشکر. دوستان گپ دیگه براتون بگم شما میتونین کسته همین قسمت که باید برین با وکیل گذار امضا کنین میتونین مثلا با آسانی کس سر چت جی پی تی کس فرمت جور کنین بازم اگه جورنتون استین میتونین در داخل گروه پیام بگذارین ما پیش خودمون فرمت داریم باز اونجا به اشتراک میگذاریم کم به زبان دری است هم به زبان انگلیسی فقط باید قسمت نمبر تسکریتون را همراه نامتون رو تغییر بدین بسیار آسان است. خب من طرف خانم زهرا هست بفرمایید سوال بپرسین. خانم زهرا وفا. سلام به همه. سوال مایی بود که از یک فامیل چند نفر میتونه در دانشگاه البخاری ثبت نام بکنه؟ از من خواهرم اونجا است ولی گفته شده که من نمیتونم ثبت نام کنم چون شانس کامیابی 0 است و همچنان این محدودیت سنی که گفتین پارسال که ثبت نام کردن تا سن 23 کامیاب شدن حالا امسال میگن تا 20 است. از هر فامیل که هست یک نفر قبول میکنیم در اینجا بعض وقت شاگردا کوشش میکنن که اقاربای خود بیارن خب بازوتو میشه اگر فرض مثال اگر دیتکت شون که در اینجا از یک فامیل 2 نفر هست باز اپلیکیشن هم شما و هم از اون نفر که هست در دوشان شاید در خطر بره. از اون خاطر هست که ما زیادترین وقت اپلیکنت های خود ما میگیم که از هر فامیل که هست تنها یک نفر او فرق نمیکنه که اگر اونو شاگرد که بوده پیش از این شاگرد بوده از طرف البخاری فهم شده و آل فارغ شده باشه فرق نمیکنه اونم یک نفر که هست اونم لایف تایم هست که ما یک نفر از یک فامیل. و سوال دومیتون که هست بله سال گذشته ما تقریبا تا سن 24 قبول میکردیم. سال 2024 سال 2025 ما شاگردا را از سن 18 تا 24 قبول میکردیم و اینی اینیشیتیو که هست ایران در سال 2024 ما شروع کردیم که کوشش کنیم که شاگردا را به سن عموما دختر خانم ها را در سن 18 سالگی تا 24 قبول کنیم. طالب آمده نازن خاطر هستن اما بر فلان که هست
تنها از 10 تا 20 قبول میشه. تشکر شما. طرف سوال بعدی از خانم نسرین بفرمایید. خانم نسرین هستم؟ ببخشید من یک سوال پرسیده بودم. صحبتی کسته از خب ما میریم طرف سوال بعدی از خانم فرشته نوری بفرمایید. سلام و وقت بخیر خدمت مهمان نازنین و همچنین خانم فاطمیه. ما سوالم در رابطه به بیل برق و آب بوده. خانه ما کرایه است و باید ما در قسم که شما قبلا گفتین در خواهر ما که اگر خانهشان کرایه باشه باید بیل آب و برق صاحب خانه را اضافه کنه و در پایینش یا در بالایش یک متن نوشته کنه، ولی من خودم او کار نکرده بودم. باز در زیر بیل برق و آب زیر اردویش نوشته کرده بودم که رنت هاوس یعنی خانه کرایه، و در زیر از او رنت هاوس هم سیگنیچر و آفیشال استمپ امو وکیل گذرم مونده بودم که باز پیش وکیل گذرم بردم، اونا هم مهر کردن هم امضا زیر امو بیل برق و آب. آیا اونمو درست است؟ او بیخی درست است. او از بیخی خوب میشه از لحاظ بخاطر که اگه او تاپه وکیل گذر داشته باشه در اون صورت که است مدت اون داکومنت که است یعنی اعتبارشون بسیار بالا هستن، بخاطر که نه تنها که تنها از اون نفر جور شده یا امو استیتمنت ها نشته شده، اما از یعنی طرف از که است ای اپروف هم شده یا قبول هم شده از طرف گذرگان، یعنی خوب است. اونمو به مود یک شکل که اپلیکیشن ها پیش بره از طریق اگه تاپا زرا داشته تاپا زرا شوه یعنی زده شوه، اونو بسیار خوبتر است، یعنی چانس قبولی بسیار بالا میره. درست. تشکر. من خانم خدیجه بفرمایید. سلام، به همه خدا کنه جور و صحتمند باشید. راستش من یک سوال داشتم که من پارسال در می پانتون اپلای کرده بودم دیگه، برای من یک دفعه ایمیل آمد گفت که شما مثلا نمیفهم مدتش خلاص شده و شما اپلای کردین، ما شما نتونستیم گرفته. باز دوباره پس برام یعنی یک ماه پیش باز دوباره ایمیل آمد که اپلیکیشن شما ریجکت شده. من یعنی فکر کردم که بیخی شاید من قبول نشده باشم، اما وقتی که این دفعه میخواستم مثال دوباره اپلای کنم، وقتی که میخواستم اپلای کنم در اوج به ما آمده که your application is rejected و ما هرچی میخوایم که دوباره اپلای کنم نمیشه. من این حال به این فکر هستم که آیا میتونم دوباره یک ایمیل جدید جور کنم دوباره اپلای کنم یا که منتظر باشم. و انا گفتن همونه که من چندین دفعه ایمیل کردم به خود پانتون که من میخوایم یعنی دمی عرصه شما همه چی پیشنهاد یا سجشن میدین، اما متاسفانه تا با جواب ندادم. در باره که است ما دم اولا ما گفتم که ما دم روز دوشنبه تاریخ 20 که ما میتینگ داریم، در اونجا باز ما ذکر میکنم و ان شاء الله که معلومات درباره اینمی دریافت کردم که کسایی که سالهای گذشته اپلای کرده باشه اگه با دوباره اپلای میکنه آیا ایمیل های گذشته خود استفاده کنه یا نکنه. اگر استفاده کنه که ایمیل های مختلف باشه، اگر او ایمیل های مختلف باشه به خاطر که زمانی که باز ما یک دونه کیس سال 2025 سال گذشته بود که از یک شاگرد ما که 3-4 دونه ایمیل داشت، یک شاگرد بود اصلا داشت همه چیزشان با یک نام با همه چیز، فقط ایمیل ها مختلف بودن. یعنی ما به جایی که یک شاگرد بگیریم تقریبا از یک شاگرد ما 4 اپلیکیشن داشتیم. از این خاطر هستم که من این روز دوشنبه پرسان میکنم که اگر شاگرد میخواد که اپلای کنه از کدام ایمیل اپلای کنه، اگر اپلای میکنه اپلیکیشن گذشتهشان آیا ریموو میشه یا میمونه. درباره این معلومات ما دریافت میکنم باز امرای فاطمه شیر میکنم و میتونم کامرایتان و یک سوال دیگه داشتم. بخو به فکر وقتی که ایمیل نکرد گفتم شاید وقتم تمام شده، من دوباره گرفتم یک اکانت جور کردم ولی پیش نرفتم، یعنی اصلا کدام چیز را اپلود نکردیم دیگه. من اینا به نظرتان من نمیفهم، یعنی اکانت جور کردیم به ایمیل دیگه ما هیچ پیش نرفتیم، هیچ موندیم شما رقم. من به فکر کنال چی کنم دیگه؟ به نظر شما مال پیش برم با مو ایمیل یا بیخی شیران ماندین دیگه؟ خیر ما دی اگه
خیر ما با این بار چک میکنم خب سوالتون رو نوت گرفتیم این می با سوالات کامن که هست که ما خودم معلومات زیاد ندارم دربارشان به خاطر که هر سال که از ما کم تاخیرات بخش اپلیکیشن میاریم نیر ما پرسان میکنم باز امرای فاطمه دجیرا میمانم بخیر درست است. یعنی به نظرتان دیگه پیش نرمنی بانم میشه تا وقتی که معلومات شما بدید دینیم د میجریان می هست که هست باز ما معلومات امراتون شریک میسازم برای فلان که هست. درست است. بسیار تشکر. و کوشش کنین که زمانی که اپلیکیشن خود اپلای میکنین همه داکومنت هایتان کوشش کنین که اگرچه اپلیکیشن تاریخ آخرش 31 جولای است و کوشش کنین که در روز آخر نباشه. پر مثال کسایی نباشن که در روز آخر اپلای کرده باشن. کوشش کنین که داکومنت های خود زمانهای اول تکمیل بسازین دم اول اپلای کنین. به خاطر که زمانی که شما دم آخر اپلای کنن کسایی که داخل اپلای میکنن یعنی ما اونم در اولایی که گفتم که ما یک نمبر خاص می داشته باشیم به هر کشور اگر اونمو پوره شده باشه انمی شاگرد دیگرها که اپلای میکنه فرق نمیکنه که هایلی دیزرو است اگر نیست اگر یا مدارکشان خوب است یا نیست و مجبور هستیم که ما اون رو ریجکت کنیم یا باشون بگیم که سال آینده اپلای کنن. درست است. بسیار تشکر. بله تشکر شما. خانم عالیه سوال دارم بپرسین. خانم عالیه هستین؟ انشالله که جز ببخشین با ما بودین یا که نه؟ بله با شما بودین بفرمایید. من خودم نمبر یا فیصدی شهادتنامه من 96.16 است و نمره 115 دولینگو هم دارم ولی دمی جون 2026 من 21 میشم. آیا من اپلای کنم یا که نه؟ از جایی که بر ما گفته از جایی که در میتینگ آخر بر ما گفت که من پرسانشان هم کردم که آیا به افغان ها هم ای واجد شرایط هستن یعنی از 17 تا 24 و بر ما گفتن برای فعلا از 17 تا 20 هستن و اگر شما فرض مثال در ماه جولای یا جون 21 میشین یعنی اپلای کنین بعض وقت شاید قبول کنن یعنی ما کسا را نمیم فرض مثال عموما کسا را ما ادوایس میکنم که شما اپلای کنین خب اما مدار موسینه که هستم که ما زیر نظر گرفتیم از اما 17 تا 20 هستن. درست است. تشکر. باز در کنار از اینکه اپلای کنیم مثلا 7 سوال است فکر کنم در قسمت اپلیکیشن که باید اونا را جواب بدیم. در کنار از آیا ریکامندیشن لیتر و موتیویشنال لیتر علاوه هم کار است که ما اپلود کنیم یا نه ما 7 سوال که جواب دادیم صحیح است؟ به نظر من یک چند سوال است و بخشایی که داکومنت ضرورت است که شما باید اما اپلیکیشن داکومنت ها را سابمیت کنین فقط او را سابمیت کنین علایه از او فکر نکنم که سایتی که ضروری باشه. درست است. تشکر. و امروز که ما یک اپلیکیشن درست کردم فقط برای ما اونو کدی آمد که مثلا ما وارد کنم وارد اپلیکیشن شوم ولی بعد از او کدام ایمیل دیگه میآید چون ما وقتی که از اونجا خارج شدم دیگه نفهمیدم که چه قسمی دوباره داخل اکانت خود شدم. بیشترم تو ما این صفحه خود چی کنم شیر بسازم زمانی که شما در اپلیکیشن تون بیاین در اینجا اپلیکیشن تون که بیاین اپلای دیت ایه زمانی که شما اپلای بزنین در اینجا صفحه که هست نمو ایمیل آدرس که شما دادین در اینجا که بندازین اما کد که درف کردین یک رجیستریشن کد است اونجا که درف کردین و مو ایمیلتون رو بزنین ان شاء الله در اپلیکیشن خود پس میرین. آها درست است. تشکر. من طرف سوال بعدی خانم آرزو بفرمایید. ممنون. سلام وقت همگی بخیر. خب سوال من بود که من سال قبل ماه آپریل ثبت نام کرده بودم برای بورسیه البخاری و حالا با چند تا از دوستای من که بعد اونا ماهای می و جون و جولای اینا ثبت نام کرده بودن باز اونا حداقل بعضیایشون ایمیل چیز گرفتن ایمیل مصاحبه گرفتن و بعضیایشون هم ایمیل ریجکتی گرفتن همیشه وقتی پیش ولی از اپلیکیشن خود مثلا هیچ خبری نیست و چند باری هم به کمیته بورسیه حالا من ایمیل دادم که راجع به اپلیکیشن من اگر که تغییراتی آمده یا حالا آپدیتی اونو دارن بگن به من ولی هیچ خبری نیست. الان ماندم که دوباره ثبت نام بکنم یا نکنم می چه جوری میشه؟ شما می مکمل معلوماتتان که معلوماتتان نام مکملتان همراه پاسپورتتان و پلی از که است
امرای ایمیلتان. اینی را مکمل با info@aiu.edu.my روان کنین. ما ایمیلشان براتون میگم. شما در اینجا ارسال کنین. انشالله ما امرای تیم صحبت میکنم که اپلیکیشن شما را دفعه چک کنه که آیا و شما میخواین که دوباره ما اپلای کنین یا نه؟ به خاطر که ما در اپلیکیشن خود گفتیم اگر شاگردی که از 2 ماه تا 4 ماه کدام جواب از پنتون دریافت نکنند به این مناسبه که اپلیکیشن سان با مو سال یعنی با مو اینتیک قبول نشده. من خواستم که دوباره اپلای بکنم ولی گیج شدم گفتم که از سال قبل هیچ خبری نیست. الان اگه من دوباره بخوام ثبت نام بکنم باز مشکلی پیش نشه. حالا موضوع اینجا هسته که کسایی که حالا ماه می و جون و جولای اینا ثبت نام کرده بودن بعضیا ایمیل ریجکتی گرفتن از اینکه مثلا اپلیکیشنشان رد شده و بعضیا که حالا قبول شدن ایمیل مصاحبه گرفتن. پس چرا از میش خبر؟ من دوباره گفتم که بعض وقت که هست دریافت میکنن بعض وقت دریافت نمیکنن. از اون خاطر است اگر شما ببینین که ما در اینجا یک بخش هست که ما را شما میخوایم که شریک بسازم. بعضی این معلومات هست که ما در وبسایت ذکر کردیم به خاطر که بعض وقت می نمبر شاگردا که هست یعنی تعدادشون بسیار زیاد می باشن. از اون خاطر با بعض شاگردا اپلای یعنی ایمیلشون ریجکت ارسال میشن و بعضشون ارسال نمیشن. اگر شما فرض مثال د frequent asking question بیاین شما در اینجا ما ذکر کردیم که اگر فرض مثال اگر شما کدام اپدیت دریافت نکردین تا 4 ماه را یعنی به این معناست که اپلیکیشن شما ریکوایرمنت ها را یعنی میت نکرده یعنی به این سال که هست یعنی از اون لحاظ است که شاید ایمیل شاید دریافت نکردین که داکومنت ها را شما که شاید اپلود کرده باشین یا با شما کدام ما بود که شما اپلیکیشن تا سابمیت کردین به خاطر که بعض وقت مکتک 3 آپریل 2025 اوکی. خیر انشالله شما ما که ایمیل در چت باکس انداختم شما به اینجا معلوماتتون ارسال کنین ما در اونجا باز چک کنم که در اپلیکیشن تون کدام جای رفته تا کدام جای مانده. باشه مامان بخیر باشه. خانم دریا میتونید سوالتون بپرسین؟ آقای مشتاق فقط چند سوال دیگه مانده. دوستان اگه سوالتون ریسته بپرسین. اگر نیسته که این سوال تکراری هست وقت ما تمام شده به مخاطر شاید آقای مشتاق وقت نداشته باشن میتونین باز بعدا از طریق ایمیلتون بپرسین یا باز من خودم جواب میدم براتون. خب خانم دریا بفرمایید. سلام وقتم بخیر. یک سوال داشتم در مورد اینترویو مثلا یگان تا است که یعنی خانهشان شاید کلان باشه یا یکی کلان باشه یا یک مقبول باشه از نظری دید و از خودشان نه باشه یعنی که شاید چند خانه محدود داشته باشه یعنی کلی حولی از خانهشان نباشه و از اینجا مثلا در وقت عکس یا مشکلی است و در وقت اینترویو مثلا میپرسن که خانه را نشان بده چی رقم؟ عموما زمانی که من خودم اینترویو شدم از من پرسان کردن که تلفن بخاطر که من از طریق تلفن همراهشون محاسبه داشتم بر من گفت که تلفن در اتاقتان دور بدین مکمل دور دادم حولیرم نشان دادم و فقط کنفرم میکنه که شما نمو عکس‌ها را انداختین آیا که اونو واقعی است یا نیست. چون که خانه ما زیاد کلان نمیشه ولی خوب خانه چی میگن شریکی است دیگه باز نگن که کلی خانهش از خودشان است یا که در قبولی مشکل باشه. دقیقا زیاد معلومات در این باره گفته نمیتونم به خاطر که ما از خود یک بعض رستریکشن ها داریم در اینجا. خوب تر این است که زمانی که اپلیکیشن اپلود میکنین اما عکس ها باشه که واجد شرایط باشن. اینجا مشکل است نه؟ خب خیره. درست است. تشکر شما. میتونید سوال بعدی خانم باشین آقای علی آقا بفرمایید. خوب تحلیلان باشین. جناب دکتر یک سوال داشتم که فاصله تحصیلی چقدر هستن؟ مثلا من سال 2022 فارغ شدم، اسناد توفل دارم که 90 نمره توفل دارم.
همچنان فیصدی مکتب خوب است، 97.86 هست. ولی فصل مکتب مقدار زیاد شده که چقدر تاثیر داره. و سوال دوم این است که کسایی که مثلا خانش در دهات باشند اونا از چه رقم مسناد تهیه کنن، چون بیل برق و بیل آب چیزا ندارن. من نمی درباره سوال دومتان که کسایی که در ده برق ندارن، در اون صورت بازم شما میتونن که از وکیل گذرتان که است یا که ما در دهات یا در این منطقه زندگی میکنیم، در اینجا که است برق اگه باشه خونه خوب، اگه نباشه ذکر کردم میتونه که اینجا ما برق نداریم. اگه برق هم داریم برق نمی شمسی و این چیزای دیگه است. نونو چیزا چی کنین؟ نشته کنین مهر و تاپه و امضای نمو وکیل گذر باشد، نمو بخشای بیل برق اضافه کنین که مشکل نداره. به خاطر که فقط شما تایید میکنه که آیا شما نمو خانه ای که زندگی میکنین از خودتان است یا نیست. اگر نباشه کرایی باشه خود ذکر میکنین که خانه که است کرایی است. اگر فرض مثال خانه بازم از خودتان باشه یا در دهات زندگی کسی دهات زندگی میکنه، در اون صورت اگر برق نشه بل آب و برق نشته باشه، در اون صورت شما باز نمو یعنی یک استیتمنت ها را معذرت داریم که ببینیم که آیا این هم درست است یا نه که شما در دهات زندگی میکنین، آیا اونجا برق است یا نیست. اونمو چیزا یکم مهم است. و به سوال اولتون که است، سوال اولتون درباره توفل بوده که شما نمبر 90 نمبر در توفل دارین، آیا شما واجد شرایط هستین یا نه خیر؟ آره، سوال از من بود که مثلا من 2022 فارغ شدم، اینال باز فاصله مکتب تقریبا 4 سال میشه، 3 سال میشه. اینال باز چقدر تاثیر منفی داره گپ تحصیلی؟ نه فقط خوب باشه که سنتان از 20 به بالا نباشه، دیگه فکر نکنم که زیاد امی چی که است امی سال که فارغ شدین تا حال سال زیاد شاید جدی نگیره در این صورت. فقط اون مهم سن سالتان است. بسیار خوب استاد. یک سوال دیگه ای بود که من خودم فعلا قبول هستم، مثلا عکس که من آپلود میکنم باید جای باشد فعلا خودم زندگی میکنم یا جایی باشد که مثلا فامیلم زندگی میکنم؟ خب به خاطر که خودتان باز کدام جای کرایی زندگی میکنین یا اتاق دارید اونجا؟ اتاق است اینجا. باز اتاق که هست باز خوب است که از اون اتاق خود بنازین. باز اونجا فقط اگر به خاطر که اگر شما اون عکس حویلیتان بنازین زمان اینترویو از پرسان کنه که عکس‌ها که فرض مثال شما یک عکس انداخته بودین، خب فرق نمیکنه از جایی که خوب. باز مهم است که شما چطور زمان اینترویو او را یعنی بحث میکنین که فرض مثال خانه ما در اونجا است، ما در اینجا زندگی میکنم. خب برای فلان که است او میبینه که شما در کدام جای زندگی میکنین و جایی که زندگی میکنین عکساش رو بنازین. بسیار خوب، تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. خانم اصلا بفرمایید. سلام بخیری میگم خدمت همه شما. تشکر. سوال اولم در مورد شهادت نامه ها بود. خواستم بپرسم که مهر وزارت آیا ضروری می باشد یا خیر، چون در این شرایط کم سخت‌تر است برای بخش خانم ها به دست بیاره و این چانس قبولش بیشتر میشه یا کمتر میشه اگر مهر وزارت نداشته باشیم در شهادت نامه؟ مهر که نداشته باشه بسیار مشکل است که تایید شود، به خاطر که مهر است که تاییدی را انجام میده. اگر مهر نداشته باشه نسبتا کمی کارشان مشکل است. مهر که است نسبتا ضرور است. درست است. تشکر. و سوال دوم این بود که اگر از یک خانواده 2 نفر اپلای کنند چه قسم هست روند، یعنی چانس قبولی دارن یک نفر یا خیر، یا هر دو تایشون در نخست رجیع میشه یا شرایط هر دو تایشون سنجیده میشه؟ که 2 نفر که میخواد که از یک فامیل اپلای کنه، خب من اول دیتکت میکنه که نام پدرتان یکی میه، نام پدرکدرتان هم یکی میه. نه دو لحاظ است باز نفهم شاید بعض وقت اردو اپلیکیشن شاید ریجکت کنه یا شاید یکی را قبول کنه و یک شاید ریجکت کنه. تا زیاد معلومات ندارم دوباره. خوب تری است که از یک هر فامیل که است یک نفر اپلای کنه. یعنی شانس خود امتحان نکنیم که مثلا یک نفر یا هر دو تای ما اپلای کنیم؟ والا دیگه باره چیز گفته زیاد نمیتونم، به خاطر که پروسیجر اسکالرشیپ یا ریکروتمنت که است مختلف است.
از او خاطر زیر چی گفتن نمیدم. بله. و سوال سوم این بود که ما اگر وقتی که عکس خانه باش پس خانه و بیرونی را عکس گرفتیم و در وقت اینترویو اگر مشکلی داشته باشیم، مشکل نت، کافی نت اینجا بریم و وقتی که از ما تصویر بخواین اگه بگیم که مثلا مشکل نت داشتیم و ما آمدیم در کافی نت و اینجا قبول میکنن یا خیر؟ مشکل نداره، فقط برشان زیادترین شده، نه تنها شما بلکه زیادترین اپلیکیشن ها در سالهای گذشته هم داشتیم که شاگردا از اینترنت کلاب ها اینترویو خودم تکمیل کرده. در اونجا گفته که ما در یک اینترنت کلاب آمدیم، در خانه ما اینترنت نداریم، از اون خاطر است. او مشکل نداره، فقط در روزی که اینترویو اگه شما دریافت کرده باشین کوشش کنین که حداقل یک 10 دقیقه یا هم 15 دقیقه پیش شما در مو لینک باشین و اینترنت رو چک کنین، محاول چک کنین که محاولتون بسیار غالمغال یا بسیار صدا نباشه، به خاطر که بعض وقت اینا نمیتونن که صدای شما را ضبط کنن. درست است، تشکر. بخیر باشین. تشکر شما. من اینجا یک سوال داشتم. اولی که کسایی که اینترویو میگیرن آیا خارجی هستن یا نه افغانی خودم هستن؟ و سوال بعدی که مثلا همین دوست میخوان مثلا پرسیدن اینا دو خواهر هستن از یک خانواده، فیصدی یکشون کسته 73 هسته، فیصدی یک دیگهشون کسته 89 هسته. به نظر شما کدام نفرش اپلای کنه بهتر است؟ کسایی که میخواد که ریکروتمنت بخش اسکالرشیپ و دیگه استافای ما کسی کلش لوکال هست، مالزی هستن و فقط به زبان خودشان و زبان انگلیسی بلدیت داره. هر نوع زبان دیگه که هست بلدیت یا نداره. و دوم که هست نمیفهم که 73 که هست فقط یا در اینترنت یا در ای آی یا چت جی پی تی زده میتونه که نوشته کنن که فرض مثال ما 72% که هست آیا از 2.8 سی جی پی ای که ما قبول میکنیم شاگرد اینجا که از او پایان است یا بالا است. اگر از او بالا باشه مشکل نداره، اگر از او پایان باشه خوب تر است که ما کسی که 80 چند درصد داره اون ما اپلای کنیم. درست است، بسیار تشکر. خب من طرف سوال بعد آقای میرفت رو بفرمایید. میرفت بخیر، شب بخیر. یک سوال داشتم، اینترنت ما لوس شد، خدا کنه تکراری نباشه. در اصل دو سوال داشتم. سوال اولی که با خودتون معلوم است امی تایی بیلینگ کمی پرنت یا والدین کمی مشکل است با خاطر از اینکه منو اتوریتی هایی که کار میکنه و قدر معتبر نیست، یعنی بیل شاید نتا تایی از او کمی سخت میباشه. در این رابطه اگر شما کمی معلومات بتین. و مسئله دومی که کسایی که امسال فارغ شدن تا زمانی که شهادتنامه را بگیرن پروسس میشه، شاید یک ماه 2 ماه را طول بکشه. آیا یک آلترناتیوی مثل یک تصدیقی که از طرف مکتب تایید شده باشه که فلانی فارغ شده از مکتبی هم قبول میشه با ترانسکریپت یا خیر؟ درباره این چی که هست ترانسکریپت پیشتر ما گفتم کسایی که شهادتنامه خود دریافت نکردن خب ما خودم که ادوایز میکنم با شهادتنامه نمرات سلسله که هست اون رو ترجمه کنین و اپلود کنین. خوب تری است که ما شهادتنامه داشته باشین به خاطر که حال ما جنبری است. اگر میتونین که امور اگر ظرف 1 ماه یا 2 ماه میتونین که 2 ماه کمتر هم اگر میشه 6 ماه شهادتنامه رو بگیرین خوب تر است که شهادتنامه اپلود شود. نو درباره از این باز من پرسان میکنم، باز امرای فاطمه ما شریک میسازم که آیا کسایی که با نمرات 3 ساله اپلای میکنه و نو فارغ شده که آیا میتونن که نمی اپلیکیشن خود به نمی نمرات 3 ساله رن کنه یا نکنه و میتونن که یا باز پسان شاتنامه خود اپلود کنه. درباره از این معلومات پرسان میکنم، باز امرای فاطمه شریک میسازم. و درباره سوال اولتون درباره چی بود؟ بیلینگ کمی فامیلی پروواید کردن از واقعا کمی مشکل است بر ما. خودتون میدونید شرایط را نه در اینجا اون یعنی جایی که کار میکنه با اون اندازه معتبر نیست که هر ماه از ما این کمی شما با شما بیل بده. بعضیا حتی نقدن دریافت میکنند. خب کسایی که نقدن دریافت میکنه عموما باز از کمپانی که از یک ستمنت داشته باشه و کسایی که از بانک دریافت میکنه باز میتونه که از اون بانک چی کنه. ضرور نیست که یا از اون ستمنت از کمپانی داشته باشه، مستقیما میتونه که از اون بانک ستمنت خود اگر داخل وارد سیستم شوه میتونه که دانلود هم کنه. یعنی اگر ما از بانک یک مقدار پول دیپوزیت میکنیم امور اگر اتش بکنیم امور بلا و مشکل نداره؟ زمانی که با بانک برین در اونجا که استیتمنت چی باشه مو اینکامینگ باشه اون فرض مثال براتون میگه که ظرف 5 ماه اخیرتان یا هم 6 ماه اخیرتان
که کمال مصارف چقدر آمده و چقدر خروج شده، فقط اون کوشش میکنه که چک کنه که فرض مثال در ظرف هر ماه که هست به کدام مبلغ در اکانت میآید. به خاطر که عموم مبلغ که هست نشانه میده که مصارف یا سالری پدر یا مادرتان کسی چقدر است. تشکر، بخیر باشین، سلام. بله بسیار تشکر شما. خب ما هر قسم که پیش میریم با سوال گشته سوالا بیشتر شده ما را، به می خاطر خوب است که ما همین جوابنا توقف بدیم، به خاطر که همیالم بسیار وقت شده از 1.5 ساعت و میکنه شما آقای مشاور که جوین شدین و وقت گذاشتین برای امشب و دوستا کسایی که سوال دارن من اینجا هستم تا ساعت 10 بجه میتونن سوال خود کسایی بپرسن و امیدوار هستم که بله بخیر باشین، سلامت باشین. اگر کسایی میخواین که فرض مثال معلومات دیگر فرض مثال دیگر معلومات یا میخواین که دریافت کنن، ایمیلی که ما بالا نوشته کرده بودم که info.aiu.edu.my میتونن که مکمل اگر اپلیکیشن درباره اپلیکیشن تان دارین، اگر درباره سن سالتان دارین یا هم درباره اپلیکیشن های سالهای گذشته را دارین میتونین مستقیم در اونجا پرسان کنین. اگر فرض مثال بعض وقت میخواستین که ایمیل های فرض مثال اپلیکیشن های دیگه تان هم چک شوه که فرض مثال باز میتونین که مستقیم با ما هم ایمیل ارسال کنین که ایمیل خودم در چت باکس انداختیم. و سوم که است من نمیتونم که واتساپ خود بانم، به خاطر که باز زمانی که ما چت باکس چک کردم بعضی جا درخواست کردن که واتساپ ما پرسنل واتساپ خود ما دادن نمیتونم، ما عموما که باشم حسابای کاری یا که باشم ما از طریق ایمیل یا حل میکنم. خدا کنه که یک وقت خوب داشته باشین و اپلیکیشن های خوب داشته باشین. نه ان شاء الله بعضی سوالات که هستن نه ان شاء الله فاطمه با امروز ما شریک ساخته میتونه که ما او را باز نوت کنم روز دوشنبه یا سه شنبه بخیر پرسان میکنم. زمانی که پرسان کنم باز امرشون شریک میسازم. بخیر. بله بسیار تشکر شما که وقت ماندین و تشکر شما دوستا که جوین. امیدوارم که چانس خوب داشته باشین هم در مصاحبه و همچنین در پروسه بعدشون. بخیر باشین. خوش الله. همچنین. فاطمه جان هنوز هستین؟ بله بفرمایید. من هستم. فاطمه میشه که نمی موضوع سنی را یک بار امروی مهمان جریان بانین کنو حتما پرسان کنن که ما مطمئن شویم که یا ثبت نام کنیم یا خیر. خب ما یک چیز بگویم. خب یکی پارسال و پارسال ما قسم موضوع بودیم، در اول گفتن که تا 22 باشه، بعد از اون 24 کردن و به این خاطر من میگم که کسایی که یعنی سنشان از 20 بالا است میشه که صبر کنن، یعنی حداقل یک ماه 2 ماه دیگه صبر کنن، شاید امکان داره که تا دوباره یعنی محدود سنی کسته افزایش پیدا کنه. بازم اگر نشده باز شانس زیاد است میتونن به پروژه یک کس اپلای کنن. و بازم ما نظر مثبت دارم که محدود سنی برداشته میشه بر دخترها. بله دوستا کدام کس سوال داره میشه سوالتون بفرمایید. در مورد گروپ گفتین بانو گروپ واتساپ. بله ما در داخل چت باکس مونده بودم، حالا ما دوباره کسی سوالتون میپرسیم. و